دارن که اون 16 بت هست و اون نوشته میشه داخل NVRAM. by default این configuration register ست شده که لود کنه iOS system register هست. خب configuration register راوتر در حقیقت استفاده میشه که خب لسن از 6.1 رو شروع میکنیم. راجع به configuration register هست. خب configuration register راوتر در حقیقت استفاده میشه که کنترل کنه چه جوری راوتر شما بوت میکنه. این ولیو میتونه دیده بشه از طریق کمندی به اسم show version روی اون راوتر. معمولاً این ستینگ هست 2102. میبینید که ما اینجا 0x رو گذاشتیم. مفهوم این است که این اعداد هکس هستن. طبیعتاً به دیفالت به راوتر میگه که لود کن iOS رو از فلش مموری و راوتر کانفیگوریشن فایل رو از NVRAM اون راوتر. یادتون باشه راوتر کانفیگوریشن فایلی که داخل NVRAM بود اسمش بود startup config. تمام راوترهای سیسکو در حقیقت یک رجیستر نرم افزاری دارن که اون 16 بت هست و اون نوشته میشه داخل NVRAM. by default این configuration register ست شده که لود کنه iOS سیسکو رو از فلش مموری و بره نگاه کنه و بگرده و لود کنه startup config فایل اون راوتر رو از NVRAM اون راوتر. این 16 بت که مختص به configuration register هست خونده میشن از طریق بتای 15 به 0 از چپ به راست در حقیقت و دیفالت configuration setting برای راوترهای سیسکو هست 0x 2102. مفهوم این است که بت 13 8 و 1 اینا ست شدن جوری که شما توی جدول میبینید. پس اگه توجه کنیم به این جدول، این configuration register راوتر سیسکو هست. میبینید در 4 بخش هست. این در حقیقت من اینجا تقسیم بندی کردم این رو. میبینید که این بخش 1 بخش 2 بخش 3 و بخش 4 هست. اگه توجه کنید گفتیم هر کدوم از اینا یه هکس نامبر هست. هکس اینجا، هکس و هکس. مفهوم این است که اگه توجه کنید ببینید 4 تا بت برای بت 12 13 14 15. ببینید بت 13 اینجا 1 هست و بت 8 اینجا 1 هست. بت 4 طبیعتاً اینجا میبینید 0 هست. بت 2 اینجا 1 هست. پس اگه نگاه کنیم دوباره برای این 4 آکتت میبینید که چون بت دوم اینجا 1 هست این عدد 2 رو به ما میده. چون در حقیقت بت اول اینجا 1 هست این 1 رو به ما میده. اینجا کلا همه چی 0 هست 0 رو به ما میده. اینجا روی بت 1 1 رو به ما میده و 2. ما اینو بیشتر براتون تشریح میکنیم که این براتون جا بیفته. پس چیزی که بعد قابل توجه هست میبینید که هر کدوم از اونها هکسن. هر دقیقاً هکس ولیوی 4 بت هست. 4 تا بت داخلش هست. پس ولیوهاش میتونه 8 4 2 یا 1 باشه. طبیعتاً پریفیکس 0x بهش اضافه میشه برای اون configuration register ادرس. مفهوم 0x این هست که دیجیتایی که بعد یا ارقامی که بعد از اون 0x میان هکسادسیمال هستن. و جدول بعد میبینید که مفهوم software configuration بتا رو دونه دونه براتون تشریح میکنه. پس بعد آشنایی داشته باشید یا مرور کنید باینریتون رو. من اینو دوباره میکشم که خواهید دید که اگه بت اول مثلا 1 باشه طبیعتاً بقیه 0 هستن. اون عدد 1 هست. اگه بت دوم 0 باشه دومی 1 باشه و اولی 0 باشه این عدد 2 هست. اگه بت بعد 1 باشه دوتای اول 0 باشه اون 4 هست. بت چهارم اینجا 1 باشه و بقیه 0 باشن اون عدد 8 هست. این مفهوم باینری هست. خب اگه توجه بکنید اینجا میبینید بت 0 تا 3 این هکس رو داره. دقیقاً بوت فیلد هست که من داخل جدول بعد براتون تشریح کردم. بت 6 اینجا در حقیقت مفهوم این است که محتوای رم رو یا NVRAM رو در حقیقت ایگنور بکنیم. برای ریکاوری یا پسورد رو شما میتونید از این طریق دوباره بازیابی کنید اگه پسورد راوتر یادتون بره. بس تمرکز ما برای کلاس CCNA یعنی بت 0 تا 3 و بت 6 هست. خب پس ادامه میدیم. اگه توجه کنید در حقیقت بت 6 میتونه استفاده بشه که محتوای NVRAM رو ایگنور کنه و ازش استفاده نکنه. گفتیم این بت برای پسورد ریکاوری هست که من روی این CD یه لسن مجزا و مستقل براتون مرحله به مرحله تشریح خواهم کرد اینو تو اون درس. یه مقدار راجع به شماره هکس صحبت بکنیم. شماره هکس اگه یادتون باشه بین 0 تا F هستن. پس اگه توجه کنید ارقام بین 0 تا 9
اینجا ما 0 تا 9 رو براتون کشیدیم. حقیقت مفهوم این است که بخش اول هکس هست، بخش دوم میبینید که دسیمال هست و بخش سومی که اینجا دارید میبینید تو این رنج به صورت باینری هست که با هر ستاش آشنایی پیدا کنید. پس تکرار میکنیم. اگه هکس باشه عدد 0 تا 9 هکس با 0 تا 9 دسیمال هیچ فرقی نمیکنه و طبیعتاً تو باینری میشه 4 تا 0 تا 1 0 0 1. اگه بعد از 9 باشه توی هکس ما بهش میگیم A B C D E F که مپ میشه به 10 11 12 13 14 15 که اون هم اگه بخوایم به باینری نشون بدیم از 1 1 0 0 هست تا 1 1 1 1. برای همین وقتی شما دارید کانفیگر میکنید اون کانفیگرج و فرمتش به این شکل هست. 4 تا در حقیقت هکس مجزا هست. 4 تا A، 4 تا B، 4 تا C، 4 تا D. ما عمدن اینا رو مجزا کردیم که ببینید پس عددی مثل 2 1 1 1 مفهومش چی هست؟ اگه تعجب کنید به باینری میشه 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 و 0 0 0 1. چرا؟ تا تمام این ست 1 تبدیل میشن به ست 0 1 تو باینری. اگه ستینگ شما توی کانفیگرج مثلا باشه 1 F2E یا 1F2E، یکیمون میشه 3 0 1، F مون میشه در حقیقت 1 1 1 1، دومون میشه 0 0 1 0 و ایمون میشه 3 تا 1 با یه دونه 0. پس برمیگردیم روی اون بت 0 تا 3 داخل کانفیگریشن رجیستر که اون کنترل میکنه بوت سیکونس راوتر سیسکو شما رو. پس جدولی که روی اسلاید بعد نشون میدیم بوت فیلد رو براتون بهتر تشریح میکنه. اگه توجه کنید بس بتایی که ما اینجا میخوایم 4 تا بت هست که اینا میتونه 4 تاش 0 باشه یا 4 تاش 1 باشه تو کامبینیشن های متفاوت. پس اگه 4 تاش میتونه 0 باشه به هکسون میشه 2 تا 0، اگه 4 تاش میتونه 1 باشه به هکسون میتونه بشه FF. از توجه کنید بوت فیلد ولیو ما اگه 2 تا 0 باشه مفهوم این است که رام مانیتور مود اینجا در حقیقت انتخاب میشه. بوت فیلد ولیو ما اگه 0 1 باشه بوت ایمیج از رام خواهد بود. اگه بوت فیلد ولیو ما اینجا بین 0 2 تا F باشه شما میتونید تعیین کنید دیفالت بوت فایل رو برای اون راوتر. پس تکرار میکنیم یه مقدار اینا بهتر براتون جا میفته. وقتی ما راجع به رام مانیتور مود صحبت میکنیم برای اینکه بوت شه راوتر از رام مانیتور مود انتخاب میکنید کانفیگریشن رجیستر رو یا ستش میکنید به ولیو 2 1 0 0. طبیعتا شما باید مانیولی بوت کنید راوتر رو با کامند B. اگه بوت ایمیج از رام ست بشه برای اینکه بوت کنید iOS ایمیج راوتر سیسکویی که نگهداری شده داخل رام بعد ست کنید کانفیگریشن رجیستر رو به 2101 و اگه میخواید تعیین کنید دیفالت بوت فایل نیم هر ولیوی از 2102 تا 21F میگه به راوتر که استفاده کنه از بوت کمانده که تعیین شده داخل NVRAM. در حقیقت من این جدول رو با این بوت سیکونس رو به صورت کلا مفصل و جزئیات زیاد تو این جدول براتون تشریح کردم. پس رام مانیتور مود تو این مود راوتر بهتون چی نشون خواهد داد؟ اگه برید داخل اون مود پرامپتش به این شکل هست رام مان greater than sign. اگه داخل مودی هستید که بوت ایمیج از رام هست راوتر بهتون چی نشون خواهد داد؟ راوتر بهتون نشون خواهد داد راوتر توی پرانتز بوت و greater than sign و در حقیقت این داره بهتون میگه که بوت ایمیج از رام هست. خب ما چجوری میتونیم کانفیگریشن رجیستری که ست شده روی راوتر ببینیم؟ در حقیقت شما میتونید طبیعتا این کانفیگریشن رجیستر رو هم تغییر بدید. شما میتونید برید ببینید کانفیگریشنی که در حال حاضر موجود هست روی اون راوتر از طریق کامند شو ورژن یا مختصر مفید میتونید بزنید sh ورژن یا شو ورژن و چیزی که اینجا بهتون نشون داده میشه توجه کنید توی پریویلیج مود راوتر ما تایپ کردیم شو ورژن میاد بالا یک سری اطلاعات بهتون میده میگه Cisco Internet Network Operating System Software iOS برای C2600 ورژن هست 12.1.8T3 و میرسیم به نقطه عطفمون که اینجا هست کانفیگریشن رجیستر این راوتر که ست شده روی 0x2102. اینجا جایی هست که میتونید به راحتی اون رو ببینید. کانفیگریشن رجیستر ستینگ 2102 که ما دیدیم برای راوتر مفهوم این است که به راوتر میگه برو بگرد داخل NVRAM برای بوت سیکونس. توجه کنید که شو ورژن کامند iOS ورژن رو هم
طبیعتاً بهتون نشون میده که نشون میده iOS ورژن این راوتر سیسکو هست ورژن 12.1.8T3. پس شو ورژن کامند اینجا خیلی مهم است. نه فقط اطلاعات مختص به سافتور ورژن رو بهتون نشون میده، یک سری اطلاعات مختص به سیستم هاردور و سخت افزار سیستم و کانفیگوریشنش رو بهتون نشون میده، اسم و در حقیقت منبع یا سورسای کانفیگ فایل و بوت ایمیج فایل ها هم طبیعتاً بهتون نشون میده. شما میتونید کانفیگوریشن رجیستر راوتر سیسکو رو عوض بکنید. طبیعتاً به راوتر بگید که چجوری راوتر بوت کنه، طبیعتاً کار کنه. شما میتونید تغییر بدید کانفیگ رجیستر یه راوتر رو با استفاده از کانفیگ رجیستر کامند. دلایلی که شما ممکنه بخواید پس کانفیگوریشن رجیستر رو تغییر بدید چی هست؟ ما دلایل بسیاری اینجا براتون لیست کردیم. من فقط اینا رو نام میبرم. هر کدوم از اینا یه وایت پیپر هست روی سایت سیسکو که اگه علاقه‌مند هستید میتونید برید روی سایت سیسکو. ما در حقیقت پسورد ریکاوری رو اینجا بهتون نشون میدیم چون جزء ابجکتیوهای CCNA هست. پس دلایلی که شما ممکنه داشته باشید که تغییر بدید کانفیگوریشن رجیستر راوتر سیسکو رو که مجبور کنید یک سیستم بره داخل رام مانیتور مود. آیتم دوم این هست که انتخاب کنید یک سورس یا منبع برای بوت و دیفالت بوت فایل نیم و آیتم 3 این هست که اینیبل یا دیسیبل کنید بریک فانکشن رو روی راوتر. آیتم 4 میتونید حتی کنترل کنید آدرس برادکست رو اون راوتر. آیتم 5 میتونید ست کنید فقط کانسول ترمینال باد ریت رو برای اون راوتر، باد ریت رو میتونید تغییر بدید. آیتم 6 این که بتونید لود کنید اپراتینگ سافتور یا نرم افزار رو از رام و در آخر بتونید آیتم آخر اینیبل بکنید بوت کردن رو از یه TFTP سرور. پس ببینید خیلی کارا ما میتونیم با کانفیگ رج اینجا انجام بدیم. مثالی که اینجا هست ما رفتیم تغییر دادیم کانفیگوریشن رجیستر رو به این شکل تو این مثال که بوت کنه اون iOS کوچیک رو از رام مانیتور مود در حقیقت و نشون میده در حقیقت حال حاضر که کانفیگ رج راوتر چی هست. اگه توجه کنید ما توی کانفیگوریشن مود تایپ میکنیم کانفیگ رجیستر، تعویضش میکنیم به 0x101. چرا؟ چون ما می‌خواستیم بوت کنه اون iOS کوچیک از رام مانیتور مود و این رو ست کردیم طبق قانون و قواعد و جدول و بتایی که براتون تشریح کردیم. وقتی کنترل زیر میزنید میرید داخل پریویلیج مود تایپ میکنید شو ورژن. توجه کنید که کانفیگوریشن رجیستر اینجا هنوز داره میگه 0x2102. چرا؟ چون این ست نخواهد شد تا اینکه شما راوترتون رو ریلود و ریبوت بکنید و ریبوت بعدی خواهید دید که اون کانفیگوریشن رجیستر تغییر کرده و ولیو شده 0x101. پس اینجا شو ورژن کامند تکرار میکنیم نشون میده کانفیگوریشن در حال حاضر از کانفیگوریشن که رو اون راوتر ست شده و راوتر بعد ریبوت بشه. هر تغییری که شما به کانفیگوریشن میدید مؤثر واقع نخواهد شد تا اینکه راوتر شما ریبوت کنه یا ریلود بشه. در حقیقت اگه توجه کنید 0x101 رو ما باز کردیم میشه در حقیقت 0x0101 که هر کدوم از اینا مپ میشه طبیعتاً به جایگاه خودش روی اون بتایی که براتون تشریح کردیم. مفهوم این است که این لود میکنه iOS رو از رام دفعه بعد که راوتر در حقیقت ریبوت میشه. خب لسن 6.2 رو شروع میکنیم. راجع به پسورد ریکاوری هست برای راوترهای سیسکو. فرض بگیریم که شما پسوردی که ست کرده بودید برای راوتر سیسکوتون رو طبیعتاً یادتون رفته و خودتون رو قفل کردید خارج از اون راوتر. راه حل این هست که ما میتونیم از کانفیگوریشن رجیستر اون راوتر استفاده کنیم که بتونیم در حقیقت یه پسورد جدید برای اون راوتر ست بکنیم. ما میگیم پسورد رو در حقیقت ریکاوری روش ایجاد کنیم. بت 6 کانفیگوریشن رجیستر راوترهای سیسکو طبیعتاً اگه یادتون باشه به راوتر میگفت که آیا استفاده کنه از محتوای NVRAM که بتونه لود کنه کانفیگوریشن مختص به راوتر رو یا نه. دیفالت کانفیگوریشن رجیستر راوترهای سیسکو ست شده بود رو 0x2102. مفهوم 2102 رو ما اینجا براتون تشریح کردیم. اگه ببینید این پایین به صورت باینری من اینا رو نوشتم و بتا رو اگه از راست به چپ بشماریم میبینید بت 1 2 3 4 5 این بت 6 هست
طبیعتاً بتایی که ما اینجا میشماریم بت 0 اولش هست، پس من دوباره اینو میشمارم که مقدار بهتر براتون جا بیفته. میشه بت 0 1 2 3 4 5 6 که این میشه بت 6 راوتر سیسکو. پس تو این دیفالت کانفیگریشن راوتر سیسکو میبینید بت 6 صفره، پس بای دیفالت بت 6 آف هست. پس با دیفالت ستینگ راوتر نگاه میکنه، میگرده و لود میکنه کانفیگریشن فایلی که نگهداری شده داخل NVRAM. طبیعتا اون استارتاپ کانفیگ اون راوتر هست. برای که پسوردتون رو ریکاور کنید یا بازیابی بکنید، کاری که بعد اینجا انجام بدید در حقیقت اینیبل بکنید یا بت 6 رو ست کنید به 1. وقتی این کار انجام میدید طبیعتا دارید به راوترتون میگید که محتوای NVRAM رو ایگنور بکنه. کانفیگریشن رجیستر ولیو وقتی شما بت 6 رو طبیعتا ست میکنید میشه 21 42. اگه توجه کنید این دوتا باقی میمونه یا این سه تا در حقیقت 2 1 2 و دوباره من میشمارم 0 1 2 3 4 5 6 میبینید بت 6 تبدیل شده به 1 که اون عدد 4 هست. پس کانفیگریشن شما حالا میشه 0x2142. خب پروسه ای داره پسورد ریکاوری در 7 مرحله که من دونه دونه این پروسه رو براتون تشریح خواهم کرد مرحله به مرحله. و در حقیقت رو 2 تا راوتر سیسکو ما شرایط رو براتون تشریح خواهیم کرد. پس پروسه عبارتند از مراحلی که میبینید اینجا از 1 تا 7 که دونه دونه من اینا رو براتون تشریح خواهم کرد. مرحله اول بوت میکنید راوتر رو و اینتراپت میکنید بوت سیکونس اون راوتر رو با انجام دادن یه بریک رو اون راوتر. مرحله دو تغییر میدید کانفیگریشن رجیستر راوتر رو که در حقیقت بت 6 رو ست بکنید، ولیو بس میشه 2142. ریلود میکنید راوتر رو و میرید داخل پریویلیج مود اون راوتر و کار بعدی که میخواید انجام بدید تو مرحله جار کپی میکنید استارتاپ کانفیگ فایل به رانینگ کانفیگ فایل اون راوتر. پسورد رو تو مرحله 5 تغییر میدید، ریست میکنید کانفیگریشن رو به حالت اولیه دیفالت ولیو و سیو میکنید راوتر کانفیگریشن فایل رو و ریلود میکنید راوتر رو. خب بریم دونه دونه این مراحل رو تشریح بکنیم. مثالی که گفتیم میخوایم اینجا بزنیم برای دو نوع مدل راوتر سری 2500 و 2600 خواهد بود و شرایط ما اینجا به این شکل هست که پسورد ریکاوری رو مراحلی که من دونه دونه گفتم رو هر دو تا راوتر براتون تشریح خواهیم کرد. استپ 1 یا مرحله 1 بوت کردن راوتر و اینتراپت کردن بوت سیکونس با انجام دادن یه بریک. خب اولین مرحله اینه شما که بوت کنید راوترتون رو و یه بریک انجام بدید. چجوری این کار انجام میدید؟ با فشار دادن کنترل بریک کی یا ترکیبی از این کنترل بریک کی داخل هایپر ترمینال. موقعی که شما مثلا متصلید به راوتر سیسکو از طریق کانسول کیبل، دفعه اول راوتر بوت میکنه میاد بالا، میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه شما بریک رو انجام دادید یه سری اطلاعات به این شکل خواهید دید. یه خطی خواهد بود به اسم بوت که داره میگه بوتینگ در حقیقت ابورت شده به خاطر یوزر اینتراپت. در این مقطع زمانی شما پرامپتی خواهید دید مثل رام مانیتور 1 با greater than sign. به این شکل یک سری راوترهای سیسکو بریم به این توجه بکنید. پس اتفاقی که اینجا میفته شما کنترل بریک رو طبیعتاً زدید، توجه کنید که رامان 1 اینجا نشون داده میشه و بالاش داره بهتون میگه command boot aborted due to user interrupt، چون شما کنترل سی رو زدید و بریک فانکشن رو این راوتر اعمال کردید. مرحله 2 یا استپ 2 این است که باید تغییر بدید کانفیگریشن اون راوتر رو که بت 6 رو ست بکنید. طبیعتاً به راحتی این کار رو میتونید انجام بدید از طریق کامند config register command. برای اینکه بت 6 انیبل بشه ولیو کانفیگریشن رجیستر تغییر خواهد کرد به 2142. چیزی که اینجا قابل توجه هست یادتون باشه وقتی تغییر میدید کانفیگریشن به 2142 دوباره استارتاپ کانفیگ در حقیقت بایپاس خواهد شد و راوتر لود میکنه خودشو داخل اون ستاپ مود. پس روی راوتر 2600 سری سیسکو برای اینکه چنج کنید یا تغییر بدید بت ولیو رو برای 2600 شما داخل رام مانیتور مود که هستید روی رامان 1 تایپ میکنید conf reg 0x2142. یادتون باشه اینجا بهتون میگه you must reset your power cycle for new config to take effect. مفهوم این است که دفعه بعد که راوتر ریبوت میکنه این شرایط جدید مؤثر واقع خواهد شد. روی راوترهای 2500 سری راوتر طبیعتاً برای اینکه این کار انجام بدید
وقتی بریک رو زدید تایپ میکنید او، بعد از اینکه اون بریک سیکونس رو روی راوتر زدید یک منیو کانفیگوریشن رجیستر آپشن براتون میاره. برای اینکه تغییر بدید کانفیگوریشن رجیستر رو میرید تایپ میکنید O/R به علاوه ولیو جدید برای کانفیگ رجتون. این مثالی هست که ما بیت 6 رو ست کردیم روی راوتر 2501 سیسکو. همونجور که میبینید طبیعتاً چون ما بریک رو زده بودیم greater than sign میاد برای این راوتر، چون این متفاوت هست اینترفیسش از راوترهای دیگه. او رو میزنید، به طبیعتاً او رو که میزنید میاد رو این منیو و توجه کنید که تمام آپشن ها رو بهتون نشون داده. بتا رو دونه دونه براتون تشریح کرده، بتا 15 14 13 12 11 10 8 7 6 و اون چارتایی که ما راجع بهش صحبت میکردیم که 0 0 تا 0 3 هست. توجه کنید تایپ میکنیم 0 یا در حقیقت O/R 0x2142 که بت 6 رو ست بکنیم که ایگنور کنه در حقیقت NVRAM رو. توجه کنید این بت 6 هست. پس تکرار میکنیم ابورت اینجا اتفاق افتاد، این پرامپتتون بود. در حقیقت او رو که اینجا زدید میبینید که آپشن های متفاوت به صورت منیو بهتون نشون داده شده. شما تایپ میکنید O/R کانفیگرج جدید. چیزی که قابل توجه هست گفتیم این بتا هست 00 و 03. این به راوتر میگه که فقط چه iOSی بوت فایلش هست. با دیفالت راوتر استفاده میکنه، یادتون باشه از اولین فایلی که پیدا کنه داخل فلش مموریش. و اگه شما میخواید بوت کنید یه فایل نیم متفاوتی رو شما میتونید یک تغییر بدید کانفیگرج رو، یا استفاده کنید طبیعتا از کامندی به اسم boot system iOS name کامند که این کارو براتون انجام بده. راه بعدیش حتی میتونه باشه استفاده از یه TFTP سرور. فقط شما لود میتونید بکنید یه iOS image رو از یه TFTP سرور با استفاده از طریق کامند boot system TFTP iOS name IP address توی global configuration مود اون راوتر. بس تکرار میکنیم. راه سومش هم هست لود کردن iOS image از TFTP سرور با استفاده از کامند boot system TFTP iOS name IP address داخل global configuration mode. مرحله 3 این هست که ما ریلود کنیم راوتر رو، بریم داخل privilege mode. در این مقطع زمانی شما ریست بعد بکنید راوتر رو به این شکل. اگر روی سری 2600 هستید تایپ میکنید ریست، اگر روی سری 2500 هستید تایپ میکنید I برای initialize. راوتر در حقیقت ریلود میکنه و از شما میپرسه که آیا میخواید برید داخل استاراب مود. چرا؟ چون دیگه استاراب کانفیگ رو ازش استفاده نمیکنه و چون نمیکنه فکر میکنه که نداره و چون نداره میخواد از شما بپرسه که آیا بره داخل استاراب مود که شما کانفیگرش بکنید یا نه. این سوالی که از شما خواهد پرسید. طبیعتا شما کاری با اون ندارید، برای همین جواب میدید نه من نمیخوام برم داخل اون ستاپ مود. انتر رو میزنید که برید داخل یوزر مود اون راوتر و تایپ میکنید enable که برید داخل privilege مود اون راوتر. مرحله 4 کاری که بعد حالا انجام بدید کپی میکنید startup config فایل رو به running config فایل اون راوتر. شما در حقیقت در این مقطع زمانی قد عبور کردید از نقطه‌ای که شما نیاز دارید مثلا یوزر مود رو و پریویلیج مود پسورد رو به راوتر بدید. کاری که بس میتونید به راحتی انجام بدید کپی میکنید استارتاپ کانفیگ فایل به رانینگ کانفیگ فایل با استفاده از کامند کاپی استارتاپ رانینگ. مرحله 5 بعد تغییر بدید پسورد. به چه شکلی؟ کانفیگوریشن طبیعتا الان داخل رم هست. شما از NVRAM اینا آوردید گذاشتید داخل رم و داخل پریویلیج مود اون راوتر هستید. مفهوم این است که حالا شما میتونید ببینید و تغییر بدید اون کانفیگوریشن رو، ولی شما نمیتونید فقط ببینید enable secret setting رو برای اون پسورد. برای اینکه بخواید تغییر بدید پسورد رو تایپ میکنید این کامند رو config t که برید داخل configuration mode و تایپ میکنید enable secret و پسورد جدید رو اون راوتر تایپ میکنید. مرحله 6 این هست که حالا بعد ریست کنید کانفیگرج رو به حالت اولیه یا دیفالت ولیوش. بعد از اینکه پسورد رو تغییر دادید ست میکنید کانفیگریشن رج رو به دیفالت ولیوش طبیعتا از طریق کامند config register. دوباره میرید داخل config t تایپ میکنید config register 0x2102. مرحله آخر یا مرحله 7 این است که حالا باید سیو کنید راوتر کانفیگریشن رو و ریلود بکنید راوتر رو. طبیعتا بعد کاری که اینجا انجام بدید سیو کنید اون نیو کانفیگریشن رو از طریق یک
copy running config startup config مفهوم این است که از RAM اینو دوباره بردا بنویس تو چی؟ تو nvram از طریق این کامند و ریلود بکن راوتر رو و بوتش کن و حالا که بوتش میکنید اون کانفیگریج دیفالتی که شما ست کرده بودید در حقیقت اون مؤثر واقع خواهد شد و طبیعتا پسوردی که زده بودید حالا دفعه بعد که راوتر بوت میکنه اون پسورد رو ازتون میخواد و طبیعتا چون خودتون این پسورد رو به وجود آوردید میدونید اون پسورد چیه که حالا این دفعه برید داخل راوتر و اون رو طبیعتا کانفیگ کنید یا اطلاعاتش رو مشاهده بکنید. لسن 6.3 رو شروع میکنیم. راجع به بکاپ گرفتن از iOS ایمیج راوتر سیسکوتون هست و آپگرید کردن اون. قبل از اینکه شما آپگرید کنید یا در حقیقت ریستور کنید iOS راوتر سیسکوتون رو، شما طبیعتاً باید کپی کنید فایلی که در حال حاضر وجود داره به یه TFTP سرور یا TFTP هاست به عنوان بکاپ. چرا؟ چون فرض بگیرید که ایمیج جدید شما بعد از نصب مجبور کنه اون راوتر رو که کرش بکنه و مشکل براتون ایجاد کنه. طبیعتا یک بکاپ همیشه میتونه به شما کمک کنه. شما میتونید از هر TFTP هاستی استفاده کنید که این کارو براتون انجام بده. بای دیفالت فلش مموری یه راوتر استفاده میشه که در حقیقت نگهداری بکنه iOS راوترهای سیسکو رو. خب بکاپ گرفتن از iOS ایمیج راوترهای سیسکو پروسه خاص خودشو داره. طبیعتا قبل از اینکه شما بکاپ بگیرید از یه iOS ایمیج روی نتورک سرور 3 تا آیتم رو باید در نظر داشته باشید. یک، مطمئن بشید که شما میتونید دسترسی پیدا کنید به اون نتورک سرور. دو، تضمین کنید که نتورک سرور به اندازه کافی فضای آزاد داره برای کد ایمیج. و سه، تصدیق یا وریفای کنید در حقیقت اسم اون فایل رو و مسیری که طبیعتا میخواید اون فایل رو نگهداری کنید رو اون TFTP سرور. آیتم بعد وریفای کردن فلش مموری هست. قبل از اینکه شما سعی کنید آپگرید کنید iOS سیسکو رو روی راوترتون با یه iOS فایل جدید، طبیعتا عقیده خوبی است که وریفای کنید که آیا فلش مموری شما به اندازه کافی فضا داره که ایمیج جدید رو بتونید روش نصب کنید یا نه. شما میتونید وریفای کنید مقدار اون فلش مموری رو و فایل یا فایل‌هایی که قرار نگهداری بشن داخل اون فلش مموری با استفاده از کامندی به اسم show flash. شما وقتی show flash رو اجرا میکنید روی راوتر سیسکو میبینید که یک سری اطلاعات بهتون میده. این روی privilege مود هست. طبیعتاً فایل رو داره بهتون میده. یکی هست طول اون فایل، اسم و استاتس اون فایل. میبینید که اسما کلا یک سری مفهومای خاص خودش رو میتونه اینجا داشته باشه، چون به صورت کد شاید اینجا مختصر مفید نوشته شده. به عنوان مثال C2500 JSL11218 bin و اطلاعات دیگه مثل مقدار بایتایی که اینجا استفاده شده، بایتایی که اویلیبل یا دسترس هست، کل اون بایتا و طبیعتاً فلشی که اینجا هست روی اون مادربرد راوتر که اینجا داره بهتون مقدار بایتش رو نشون میده که 16 مگابایت هست. ما اول میریم قبل از اینکه صحبت بیشتری بکنیم اینجا راجع به آپگرید برمیگردم. من آیتم اولی که میخوام براتون تشریح کنم این اسما هست و مفهوم این کاراکترها و اطلاعاتی که اینجا میبینید. پس میریم نگاه میکنیم. C2500 پلتفرم اون راوتر رو داره بهتون گزارش میده. J مفهوم این است که این نوع ایمیج مختص به انترپرایز ایمیج راوترهای سیسکو هست. حقیقتا ایمیج های متفاوتی میتونن راوترهای سیسکو داشته باشن. J مفهومش این است که این انترپرایز ایمیج هست. S در حقیقت بهتون میگه که این فایل شامل یک سری توانایی‌های بیشتری هم میتونه باشه. Extended capabilities. مفهومش این است که فایل میتونه حرکت کنه از فلش مموری اگه نیاز داشته باشه و این فایل در حال حاضر فشرده یا کامپرس نیست. عددی که اینجا میبینید ریویژن نامبر هست 112-18. آیتم بعد بین هست که در حقیقت بهتون داره میگه که iOS سیسکو فقط فایلی هست که مختص به فایل اجرایی
فایلتون هست که این باینری هست. پس بین در حقیقت بهتون میگه iOS سیسکو یک فایل اجرایی باینری هست. خب چیزی که باید توجه بکنید اینه که اسم فایل داخل این مثال این بود. من اینو تو جدول دونه دونه آیتم رو تشریح کردم. گفتیم اسم فایل مختص به پلتفرمش هست و روی جدولی که من روی اسلاید قبل براتون ست کرده بودم این تشریح شد. آخرین خط راوتر آوتپوت، ما تو اون آوتپوت آخریمون دیدید که این عدد بود 16384 کیلوبایت. مفهوم این است که فلشتون 16 مگابایت روی این راوتر هست. طبیعتاً اگه شما میخواید استفاده کنید از یک فلشی که 10 مگابایت هست، طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، چون 10 مگابایت رو میتونید اوورراید کنید روی 16 مگ، چون فضای کافی داره. چیزی که اینجا باید توجه کنید وقتی وریفای میکنید فلش مموری طبیعتاً میتونه نگه داره iOS که میخواید کپی کنید، حالا شما میتونید ادامه بدید با اون اپریشن یا عملکرد بکاپتون. خب اینجا بکاپ کردن iOS رو به TFTP سرور تشریح خواهیم کرد. برای اینکه بکاپ بگیرید از iOS سیسکو به TFTP سرور، شما باید از کامند copy flash TFTP کامند استفاده کنید که نیاز داره فقط فایل سورس رو یا سورس فایل نیم رو و IP ادرس TFTP سرور رو. کلیدی هست اینجا مسئله این که برای این پروسه موفقیت آمیز باشه یا کلید موفقیت در این بکاپ روتین این هست که شما مطمئن بشید که کانکتیویتی و تبادل ارتباط شما بین راوترتون و TFTP سرور برقرار هست و طبیعتا این رو به راحتی از طریق کامند پینگ میتونید چک بکنید. خب ما اینجا میریم روی پریویلیج مود راوتر، تایپ میکنیم پینگ 192.168.0.120. میبینید که ما داریم در حقیقت TFTP سرور رو پینگ میکنیم که مطمئن بشیم این کانکتیویتی و تبادل ارتباط برقرار هست. میبینید که ساکسس ریت ما اینجا 100% هست. مفهوم این است که پینگ ما به صورت موفقیت آمیز اعمال شده. خب حالا ما میتونیم استفاده کنیم از کامند copy flash TFTP، کمک کپی کنیم iOS رو به TFTP سرور، جوری که من توی دیاگرام بعد بهتون نشون دادم. به این شکل توجه کنید، ما توی privilege مود راوتر تایپ میکنیم copy flash TFTP. من رنگ رو عوض میکنم که یه مقدار بهتر براتون جا بیفته. copy flash TFTP این کامند هست که میاد اطلاعات بهتون نشون میده. توجه بکنید که آدرس یا اسم ریموت هاست رو اینجا میخواد که ما آدرس 192.168.0.120 رو بهش دادیم. سورس فایل نیم رو میخواد که دقیقاً اون سورس فایل نیم ما هست که من قبلا تشریح کردم. دستینیشن فایل نیم که کجا این سورس فایل نیم در حقیقت نگهداری بشه، ما انتر رو میزنیم اینجا و میبینید که وریفای میکنه چک سام رو برای این فایل و اوکی رو بهتون میده و بعد کپی میکنه این فایل رو از فلش به TFTP سرور. طبیعتاً به این اسم میخواد شما این رو کانفرم بکنید، برای همین یس میزنید. توجه کنید که یک سری اکسکلمیشن پوینت که اینا مفهوم خاص خودش رو داره اینجا نشون داده میشه و طبیعتاً بهتون میگه آپلود کردن فایل به TFTP سرور به اتمام رسیده. دان فلش کاپی چه مقطع زمانی طول کشید؟ طبیعتاً 2 دقیقه و 30 ثانیه اینجا طول کشیده. خب جوری که ما اینجا براتون تشریح کردیم میتونید ببینید که بعد از اینکه شما داخل این کامند میرید اسم فایل داخل فلش مموری نشون داده میشه. شما فقط باید کپی کنید فایل نیم و بعد پیستش کنید داخل. وقتی پرامپت میشید برای اون سورس فایل نیم، توی مثال بالا محتوای فلش مموری کپی شد به صورت موفقیت آمیز به اون TFTP سرور و آدرس ریموت هاست که در حقیقت IP ادرس TFTP سرور هست اونجا بهتون نشون دادیم و سورس فایل نیم اسم فایلی بود که مختص به فایل فلش مموری راوترتون بود که می‌خواستید کپی کنید به TFTP سرور. خب کامند بعدی اینجا copy flash TFTP کامند. در حقیقت یادتون باشه این کامند پرامپتتون نمیکنه برای لوکیشن یا مقرگاه یا مکان هیچ فایلی یا طبیعتاً بخواد از شما که کجا اون فایل رو بذارید. TFTP یادتون باشه یه پروتکلی هست که trivial file transfer پروتکل هست، فقط اطلاعات رو میگیره و پلیسش میکنه. ما میگیم grab it and place it پروگرام هست. مفهوم این است که TFTP سرور باید یه دیفالت دایرکتوری روش تعیین شده باشه از قبل و اگه شما این کار رو نکرده باشید این به صورت صحیح کار نخواهد کرد. چه اتفاقی میفته وقتی شما نیاز دارید که طبیعتاً ریستور کنید iOS سیسکو رو به فلش مموری یا تعویض کنید فایل اصلی که در حقیقت فرض بگیریم دمیج شده از کار افتاده یا حتی میخواید آپگرید کنید iOS رو. برای همین ما میریم توی
بحث بعد راجع به آپگرید کردن سیسکو iOS. شما میتونید دانلود کنید فایل رو از TFTP سرور، طبیعتاً به فلش مموری با استفاده از کامند copy TFTP flash همونجور که اینجا میبینید، و این کامند نیاز داره IP ادرس اون TFTP سرور رو و اسم فایلی که شما میخواید طبیعتاً دانلود بکنید از TFTP سرور به فلش مموری اون راوتر. خب کپی کردن iOS از TFTP سرور به فلش مموری نیاز داره که شما دوباره باید برید راوترتون رو ریبوت بکنید که اون فلش مموری یا اون فایل جدید موثر واقع بشه. بعد از اینکه شما میزنید copy TFTP flash کامند رو، شما میبینید پیامی که شما رو آگاه میکنه که راوتر باید ریبوت بکنه و طبیعتاً بتونه اون رام بیس iOS ایمیج رو اجرا بکنه که بتونه این کارش انجام بده. تو این دایگرام میبینید که ما توی privilege mode تایپ کردیم copy TFTP flash. این copy TFTP flash ببینید یه نوتیس به ما نشون میده، میگه flash load helper ورژن 1.0. میگه این پروسه قبول میکنه و کپی میکنه آپشن ها رو و ترمینیت میکنه فقط سیستم ایمیج رو که استفاده کنه از رام بیس ایمیج برای کپی. فقط تبادل ارتباط یا توانایی‌های مسیردهی راوتینگ در دسترس نخواهند بود در این مقطع زمانی. اگه شما لاگ شدید از طریق تلنت، این کانکشن ترمینیت خواهد شد. یوزرهایی که کانسل اکسس دارن میتونن نتیجه کاپی اپریشن رو طبیعتاً ببینن و اینجا میاد ازتون میپرسه که پروسید این کار انجام بدید، کانفرم میکنید، انتر رو میزنید که این کار انجام بگیره. خب بعد از اینکه شما انتر رو میزنید که کانفرم کنید که دقیقاً مفاهیمی که بهتون گزارش داده شده رو اون پیام متوجه میشید که طبیعتاً راوتر نیاز داره ریبوت کنه، شما یک راوتر آوتپوت اینجا میبینید میگه سیستم فلش، یک سری اطلاعات اینجا، ادرس یا اسم ریموت هست رو میخواد. تعجب کنید آی پی ادرس طبیعتاً TFTP سرور رو از قبل میدونستن 92.168.0. شما انتر رو اینجا میزنید. وقتی که راوتر استفاده میکنه از TFTP سرور دقیقاً یادش میمونه اون IP ادرس TFTP سرور و پرامپتتون میکنه که انتر رو بزنید. پرامپت بعد دقیقاً اسم فایلی هست که شما میخواید کپی کنید و فلش مموری راوترتون. یادتون باشه این فایل باید موجود باشه توی دیفالت دایرکتوری TFTP سروری که میخواید از اونجا اون رو کپی بکنید. پس به این شکل سورس فایل نیم ازتون میپرسه. طبیعتاً سورس فایل نیم رو اینجا شما دارید بهش میدید، اون باینری فایل هست و دستینیشن فایل نیمی که اینجا بود ما انتر رو میزنیم، میگه اکسسینگ فایل، دسترسی داره بهش پیدا میکنه روی TFTP سرور به این فایل روی TFTP سرور و لود میکنه طبیعتاً باینری رو از روی TFTP سرور از طریق پورت ایترنت صفر که طبیعتاً شما اوکی رو میتونید اینجا بزنید. بعد از اینکه شما به راوتر میگید در حقیقت اسم اون فایل رو و مکانی که اون فایل واقع شده، از شما میپرسه که کانفرم کنید که آیا شما متوجه میشید محتوای فلش مموری قرار پاک بشه. طبیعتاً محتوای فلش پاک میشه که ایمیج جدید روش نصب بشه. راوتر از شما میپرسه که آیا پاک بکنه محتوای فلش مموری رو قبل از اینکه فایل جدید رو بنویسه داخل اون فلش مموری. طبیعتاً شما 3 دفعه اینجا پرامپت میشید که مطمئن بشه راوتر شما میخواید این پاک کردن فلش مموری رو انجام بدید. اگه شما طبیعتاً کامند copy run start رو که کپی میکنه محتوای running config و داخل رم به startup config روی NVRAM تا حالا صادر نکردید، طبیعتاً شما باید این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون راوتر نیاز داره ریبوت بکنه و اگه ریبوت بکنه تمام محتوایی که توی رم بوده از نظر کانفیگ از بین خواهد رفت. برای همین پیشنهاد شده که این کامند رو اجرا بکنید. خب میاد ازتون میپرسه، ادامه میدین erase flash device before routing. میگه پاک کنم فلش رو قبل از اینکه اطلاعاتو بنویسم. کانفرمیشن از شما میخواد انتر رو میزنید و اینجا میگه طبیعتاً فلشتون یک سری فایل داره، مطمئنید که میخواید پاکش کنید. کانفرمیشن انتر رو میزنید. میگه سیستم کانفیگوریشن تغییر کرده، سیوش بکنم دوباره یس رو میزنید. میگه بیلدینگ کانفیگوریشن اوکی. کپی میکنه این باینری فایل رو از TFTP سرور به عنوان این فایل داخل فلش مموری راوترتون با آپشن چی؟ erase که در حقیقت میخواد پاک بکنه. اینو ازتون میپرسه و طبیعتا وقتی شما دوباره میزنید yes و بله این کار رو براتون انجام میده.
خب طبیعتا بعد از اینکه شما میگید yes یا بله 3 دفعه که بتونید فلش مموری رو پاک بکنید، راوتر باید ریبوت کنه که لود کنه اون اسمال iOS رو از رام مموری. وقتی این کار انجام میگیره محتوای فلش مموری پاک میشه و فایل از TFTP سرور دسترسی بهش پیدا میشه و کپی میشه به فلش مموری اون راوتر به این شکل. پس میبینید که اینجا ریلود ریکوست شده، اطلاعات اینجا ایریسینگ داره اتفاق میفته. توجه کنید وقتی ایریس میشه با حرف ای اینجا بهتون نشون میده. وقتی لود داره میکنه iOS رو طبیعتاً باینریشو از TFTP سرور از طریق کانکشن اینترنت صرف. توجه کنید که اینجا ما حرف ای داریم ولی اینجا اکسکلمیشن هست طبیعتاً. پس بریم ببینیم مفهوم اینا چیه. خب شما ردیفی از کاراکترهای ای داشتید که محتوای فلش مموری بهتون میگه که داره ای یعنی مخفف ایریس داره پاک میشه. جالبیش این است که اون اکسکلمیشن پوینت ها مفهومشون این است که هر کدوم از اون اکسکلمیشن پوینت ها یه دونه UDP سگمنتی هست که به صورت موفقیت آمیز داره انتقال پیدا میکنه. از کجا؟ از TFTP سرور به فلش راوتر شما یا فلش مموری راوتر شما. وقتی این کپی تقریبا به اتمام میرسه و تکمیل میشه، شما این پیام رو دریافت خواهید کرد. توجه کنید میاد بهتون میگه verifying checksum flash copy. چقدر طول کشید؟ اینجا برای مثال ما 6 دقیقه و 14 ثانیه و بهتون میگه برای فلش اینجا که ریبوتینگ سیستم بعد از اینکه این دانلود اتفاق بیفته، بعد از اینکه فایل در حقیقت لود میشه داخل فلش مموری و چکسام چک میکنه اینتگریتی فایل رو، راوتر حالا ریبوت میشه که اجرا کنه اون iOS فایل جدیدی که شما کپی کردید از TFTP سرور داخل فلش مموری اون راوتر. طبیعتا شما این آپگرید پروسس رو به صورت موفقیت آمیز انجام دادید. خب لسن 6.4 رو شروع میکنیم. راجع به IP host table ها هست روی راوترهای سیسکو. طبیعتا نیم رزولوشن رو شما باهاش آگاهی دارید. راوترها میتونن تبدیل کنن هست نیم هایی که ما بهشون میدیم با IP ادرس با استفاده از دو متد. متد اول استفاده از یک هست تیبل هست که کانفیگر میشه به صورت مستقل و مجزا رو هر راوتر سیسکو، یا با استفاده از DNS که طبیعتاً یک DNS سروری که باید وجود داشته باشه برای شبکتون. طبیعتاً این میتونه یه DNS سرور مایکروسافت باشه مثل سرور 2003 یا میتونه یه بایند سرور باشه برای یونیکس یا دنیای لینوکس. پس هست تیبل در حقیقت نیم رزولوشن رو انجام میده فقط روی راوتری که شما اون هست تیبل رو ساختید. شما طبیعتاً میتونید اساین کنید تا 8 تا IP ادرس به یه دونه هست نیم طبیعتاً روی اون راوتر. پس ما چیزی که داریم اینجا میگیم این هست که راوترها شناسایی میشدن از طریق IP ادرس. شما میتونید طبیعتاً باشون تبادل ارتباط بکنید، تلنت کنید بهشون و غیره. حالا ما میتونیم دونه دونه به این راوترها اسم بدیم، مثلا راوتر 1، مثلا راوتر میامی، یا مثلا راوتر نیویورک 10 که از طریق اسم بتونیم اینها رو شناسایی بکنیم و هست تیبل این رو برامون انجام میده. خب مثال 1 برای اینکه ما میخوایم یه هست تیبل اینجا کانفیگر کنیم برای دو تا انتری که ریزالو بشه به اسمای دو تا دیوایس. فرض بگیرید شما اینجا یه راوتر دارید اسمش از 2501B و یه سویچ دارید و اسم اون سویچ هست سویچ 1900. ما کاری که اینجا انجام میدیم توجه کنید که میریم روی راوتر تا 2509 همونجور که میبینید میرم داخل کانفیگریشن مود. داخل کانفیگریشن مود تایپ میکنیم استپ بای استپ که این کامند رو یاد بگیریم IP host question mark. وقتی question mark رو میزنید پارامتر بعدی رو میده که اسم هست هست. ما تایپ میکنیم IP host 2501B question mark که حالا ازتون میخواد IP ادرس رو طبیعتاً بهتون بدید و حد اکثر تا 8 تا IP ادرس برای یه دونه هست میتونید اینجا برای یه اسم بدید. بس ما تایپ میکنیم IP host 2501B IP ادرس 172.168.2 و
و طبیعتا یه کوئسچن مارک دیگه میزنیم. چرا؟ چون بیشتر از یه آی پی ادرس اگه اساین شده به اون، حالا اجازه میده شما آی پی ادرس بقیه رو ست بکنید. طبیعتا بستگی به شرایطتون داره. پس ما کمند اصلیمون به این شکل هست. تایپ میکنیم داخل کانفیگوریشن مود راوتر تا 2509 IP host 2501B 172.16.10 IP host سویچ 1900 IP ادرسش هست 192.168.0.148. پس ما در حقیقت یک IP host تیبل برای راوتر تا 2509 اینجا ساختیم. اگه من اینو بکشم اینجا قشنگ و تو اون هاست تیبل اسم 2501B و آی پی شو دادیم همونجور که اینجا میبینید و اسم سویچ 1900 و آی پی شو اینجا دادیم که طبیعتا بتونه این راوتر اون دیوایس رو از طریق اسم هم بشناسه. برای اینکه بتونید ببینید در حقیقت هاست تیبلی که جدیداً ساختید از طریق کامند شو هاست این کار رو میتونید انجام بدید. روی راوتر تا 2509 من تایپ میکنم شو هاستس. توجه کنید که دو تا آیتم یا انتری اینجا لیست کرده، هوستا هست، فلگا هست که این دو تا آیتم مهم هستن به علاوه آدرسی که کلا لیست شده برای راوتر 2501B و سویچ 1900. توجه کنید که اینجا فلگا پرم رو زدن که من براتون تشریح خواهم کرد مفهومش چی هست. پس راجع به فلگا میخوایم صحبت بکنیم. شما طبیعتا قبل از اون دو تا هاست نیم میبینید به علاوه آی پی ادرس های اون هاستا. فلگ میتونه دو تا آپشن اونجا باشه، پرمننت یا تمپرری. اگه پرم یا پی رو ببینید مفهوم این است که انتری به صورت دستی کانفیگر شده جوری که من الان کانفیگرش کردم. پس اگه پرم رو ببینید مانیولی دستی کانفیگر شده. اگه تمپ رو ببینید مفهوم این است که نیم رزولوشن از طریق DNS سروری که روی شبکتون وجود داره حقیقت اعمال شده و از طریق DNS سرور نیم رزولوشن انجام گرفته. برای اینکه وریفای کنید در هاست نیم در حقیقت داره کار میکنه بعد تایپ کنید مثلا هاست نیم رو روی راوتر پرامپت. یادتون باشه اگه شما تعیین نکنید کامند رو راوتر فرض میگیره که شما میخواید تلنت بکنید به این شکل. و چیزی که بعد اینجا توجه بکنیم این هست که من برمیگردم دوباره به این مثال که اینو یه مقدار بیشتر تشریح بکنم. تست کردن یا وریفیکیشن همیشه یکی از آیتم‌های مهم هست. پس برای اینکه دوباره من اینو تشریح بکنم می‌بینید که هاست تیبل برای اینکه نیم رزولوشن رو درست و صحیح انجام بده این هست که شما حالا تایپ میکنید اسم اون هاست نیم رو که وریفای کنید و مطمئن بشید که هاست نیم طبیعتا درست داره کار میکنه روی اون راوتر پرامپت. اگه شما در حقیقت تعیین نکنید هیچ کمندی رو روی راوتر پرامپت، یادتون باشه راوتر فرض رو برای این میذاره که موقع تلنت کنید. پس اگه روی راوتر فقط شما تایپ کنید آی پی ادرس یک هاست رو اینجا ما اینجا میگیم آی پی ادرس یک هاست، فرض رو برای این میذاره که شما میخواید تلنت کنید به اون هاست. حالا اگه اسم اون هاست رو بذارید، ما میگیم اسم اون هاست رو بذارید، دو حالت داره. یا این اسم تعریف شده داخل در حقیقت هاست تیبل اون راوتر که بتونه شناسایی بکنه یا تعریف نشده. اگه تعریف نشده نمیشناسه راوتر اون رو و سعی میکنه از طریق DNS ریزالوش بکنه و اگه نشناسه میتونه یه در حقیقت پاسخ اینوالید بهتون بده. ولی اگه اون اسم داخل هاست تیبل وجود داره حالا طبیعتا شما میتونید تلنت کنید به اون راوتر از طریق اسم به جای آی پی ادرس. لوپ کلام مفهوم این است که یه مقدار یوزر فرندلی تر میکنم اطلاعات رو برای شما. مثال دو رو میخوایم اینجا تشریح کنیم. تو این مثال ما استفاده کردیم از هاست نیم که تلنت کنیم به یک سری دیوایس های ریموت و بعد روی اون راوتر زدیم کنترل شیفت 6 بعد X رو میذاریم که برگردیم به کانسول اصلی که راوتر تاد 2509 هست. اگه توجه کنید روی راوتر تاد 2509 من تایپ میکنم 2501B، سعی میکنه که اینجا ریزالوش کنه. توجه کنید trying 2501B این آی پیش هست open user access verification، پسورد ازتون میخواد، میره داخل یوزر مود 2501B. پس بعد که پسورد زدید رفتید داخل. حالا کاری که ما اینجا انجام میدیم روی تاد 2509 اگه شما تایپ کنید کنترل شیفت 6 اد X رو بزنید طبیعتا از اون میایید بیرون و حالا میتونید تایپ کنید سویچ 1900 روی پریویلیج مود و سعی میکنه حالا با سویچ تبادل ارتباط بکنه و با اون یک سشن برقرار بکنه. پس جوری که اینجا اتفاق افتاد
به صورت موفقیت آمیز جواب داد. اطلاعاتی که روی هست تیبل بود، ما یه سشن با 2 تا دیوایس برقرار کردیم و استفاده کردیم از اسمشون که تلنت کنیم به اون دیوایس ها. چیزی که هست جالب هست، شما میتونید از طریق کامند show sessions دیسپلی کنید و نشون بدید هست نیم و آی پی ادرس ها رو، به جای اینکه فقط آی پی ادرس ها رو ببینید. بس من برمیگردم که اینو بهتر براتون باز کنم. شما روی یه راوتر بودید، من اینو میکشم و تلنت کردید به 2 تا دیوایس دیگه. دیوایس اول هم یه راوتر بود، این راوتر 2501B بود که من فقط میذارم B. راوتر اول ما راوتر تاد بود، من میذارم T. و سویچ 1900 که ما اسمش رو میذاریم سویچ. پس یک سشن با این راوتر برقرار شد، در حقیقت بعد دوباره یک سشن با سویچ برقرار شد. اینجا بعضی که ما کنترل شیفت 6 و X رو اینجا زدیم. خب ما اگه تایپ کنید روی راوتر 2509 سشن ها رو خواهید دید که 2 تا سشن اینجا داره برقرار میشه روی کالم کانکشن که اسم هست اینجا هست و آی پی ادرس اون دیوایس ها که اینجا توی جدول میبینید. اگه شما میخواید یه هست نیم رو از جدول طبیعتاً در بیارید و ریمووش بکنید، به راحتی میتونید تایپ کنید no IP host command و طبیعتاً اون به راحتی در میاد. روی کانفیگوریشن مود راوتر A ما تایپ میکنیم no IP host راوتر B و اون راوتر B رو طبیعتاً هست نیمش رو طبیعتاً در میاره براتون از داخل اون هست نیم یا هست تیبلی که روی راوتر A ست شده. مشکلی که ما اینجا میتونیم با هست تیبل ها داشته باشیم این هست که فرض بگیرید اگه تعداد دیوایساتون روی شبکه زیاد باشه، این میتونه براتون مشکل زا باشه. چرا؟ چون اگه ما 50 تا دیوایس داشته باشیم، طبیعتاً 50 تا هست تیبل بعد دونه دونه رو این دیوایس ها کانفیگ بکنیم و اگه یک تغییری مختص به هر کدوم از این دیوایس ها روی اسم یا آی پیشون ست بشه، ما بعد اون کانفیگوریشن رو آپدیت بکنیم داخل جدول یا هست تیبل های تمام اون دیوایس ها یا راوترها. حالا فرض بگیرید که تعداد دیوایس ها به مرور زمان حتی اضافه میشه، این 5 تا اگه بشه 150 تا، دونه دونه شما باید برید منیولی اینا رو آپدیت بکنید. اگه یک تغییری روی راوتر یا دیوایس از طریق اسم یا آی پی ادرسش اعمال بشه، نه فقط اون هست تیبل برای اون دیوایس بعد آپدیت بشه، بقیه هست تیبل ها برای تمام اون دیوایس ها بعد آپدیت بشه. ما میگیم این پرکتیکال نیست، برای همین از راه حل بعدی برای شبکه‌هایی که گسترده هستن استفاده میکنیم و اون DNS هست. خب تو مثال 3 خواهید دید که نتورک ما میدیوم سایز هست، دیوایس همون 30 تا راوتر داریم با 20 تا سویچ، پس طبیعتاً 50 تا هست تیبل داریم. چرا؟ چون کل دیوایس همون 50 تا هستن. این چیزی هست که روی هست تیبل هر دیوایس جالبیش این هست که حالا 50 تا انتری برای هر کدوم از اون هست تیبل ها باید باشه، بس تعداد این انتری ها میتونه باشه 50 تا. نتیجه این میشه که این نه فقط وقت مدیر شبکه رو میگیره، بلکه احتمال این هست که اون هم باید اشتباه بکنه روی این کار، یک سری ارورا پیش بیاد. ما میگیم ارور پرون هست و طبیعتاً کاربردی یا پرکتیکال برای این سناریو نیست. برای همین ما از DNS استفاده خواهیم کرد. خب DNS چجوری کار میکنه؟ طبیعتاً یکی از جذابیت‌های سرویس DNS این است که بای دیفالت اینیبل رو تمام دیوایس‌های سیسکو و اگه شما نمیخواید از DNS استفاده کنید، میتونید DNS رو دیسیبل کنید روی راوترتون با استفاده از No IP Domain Lookup Command داخل Global Configuration مود اون راوتر. پروسس به این شکل است که هر وقت یک دیوایس سیسکو دریافت میکنه کامندی رو که متوجه نمیشه، سعی میکنه که اولین کاری که انجام بده ریزالوش کنه از طریق DNS by default. به عنوان مثال فرض بگیریم ما اینجا یک کامند میزنیم که اسم این مؤسسه هست، مؤسسه ITTTC روی راوتر سیسکو. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. راوتر سیسکو نگاه میکنه میگه آها ITTTC، بذار من برم از DNS این رو بپرسم و نیم رزولوشن روش انجام بدم، چون ITTC نه اسمی میتونه باشه برای یه راوتر یا کلا هیچ کمندی روی راوتر سیسکو نیست. ما الان داریم تستش میکنیم روی تا 2509. میاد چیکار میکنه؟ میگه translating ITTTC domain server، برمیگرده چون اطلاعاتی از DNS نمیتونه بگیره، میگه unknown command یا computer name و نمیتونه کامپیوتر ادرس رو پیدا کنه. چرا؟ چون این کامند یا اطلاعات ناشناخته هست. اگه شما یه DNS سرور دارید روی نتورکتون و نیاز دارید اد کنید یک سری کامندا که بتونید DNS name resolution رو به صورت صحیح کامل رو اونا پیاده سازی بکنید،
ببینیم به چه شکل و فرمی این کار انجام میدیم. یادتون باشه شرط اول این است که طبیعتا یه DNS سرور 2003 یونیکس لینوکس بایند سرور دارید. پس DNS سرور باید اینجا موجود باشه. طبیعتا اگه DNS سروری باشه که مختص به دنیای ویندوز هست و شما اکتیو دایرکتوری روش انیبل کردید، اکتیو دایرکتوری اینتگریتد زون بعد اینجا به وجود اومده باشه، رکورداتون از طریق سرویس رکورد اینجا آپدیت بشه به صورت داینامیک و غیره. این مختص به محیط نرم افزاری شبکتون هست. خب سه تا کامند اصلی که شما استفاده میکنید عبارتند از IP domain lookup، IP name server و IP domain name. تست کردن DNS سرور به چه شکلی هست؟ شما میتونید تست کنید DNS سرور رو با استفاده از هاست نیم که پینگ کنید یا تلنت کنید برای یه دیوایس. پس این سه تا کامند رو من اینجا براتون نوشتم: IP domain lookup، IP name server و IP domain name. کامند اول اینیبل میکنه DNS name resolution رو. طبیعتا گفتیم این آن هست با دیفالت مگر اینکه شما دیسیبلش کرده باشید. IP name server شناسایی میکنه DNS سرور رو. IP ادرس طبیعتا اون DNS سرور شما میتونید طبیعتا IP ادرس 6 تا DNS سرور رو اینجا بهش بدید. IP domain name شناسایی میکنه اسم دومینتون رو. طبیعتا این اضافه میشه یا اپند میشه این اسم دومین به هاست نیم هایی که شما تایپ میکنید. به عنوان مثال اگه اسم دومینتون هست microsoft.com این کانکاتینیت میشه یا اپند میشه اضافه میشه به اسم مثلا دیوایس که اینجا هست راوتر 1 که در حقیقت بهتون fully qualified domain name رو بده. ما میگیم FQDN و اسم کامل اون دیوایس حالا میشه راوتر 1 یا router-1.microsoft.com. پس اگه توجه کنید اینجا ما روی راوتر تا 2509 این کاری که کردیم تایپ کردیم config t، داخل configuration mode تایپ میکنیم IP domain lookup. ببینید که اون رو اجرا کرد. آیتم بعد IP name server question mark رو که میزنیم میگه خب IP ادرس DNS سرور رو من بده، مکسیموم یا حد اکثرش هست 6 تا، ما یه دونه رو بهش میدیم میگیم IP name server 192.168.0.70. آیتم بعد IP domain name lamel.com هست. ما اسم دومین خودمون رو گذاشتیم lamel.com. وقتی تست میکنید DNS سرور رو شما به راحتی میتونید تست کنید با استفاده از یه هاست نیم که پینگ کنید یا تلنت کنید دیوایس رو به این شکل. روی راوتر تا 2509 شما پینگ میکنید یه دیوایس دیگر رو به اسم 2501B راوتر. توجه کنید که میاد بالا میگه translating 2501B domain server IP ادرس هست 192.168.0.70. چرا؟ چون طبیعتا این IP ادرس DNS سروری بود که بهش داده بودید داخل اون کانفیگ. خب وقتی این اتفاق میفته ببینید ساکسس ریت هست 100%. چرا؟ چون نیم رزولوشن اینجا به صورت موفقیت آمیز از طریق DNS سروری که IP ادرسش هست 192.168.0.70 برای راوتر 2501B اجرا شده بود. چیزی که قابل توجه هست یادتون باشه که راوتر اینجا از DNS سرور استفاده کرد که نیم رزولوشن انجام بده. بعد از اینکه اس ریزالو شده از طریق DNS ما میتونیم استفاده کنیم از show host command که ببینیم دیوایس در حقیقت کش کرده این اطلاعات داخل هاست تیبلش یا نه. به این شکل اگه توجه کنید رو تا 2509 تایپ میکنیم show hosts، توجه کنید میگه default domain name is lamel.com و در حقیقت اسم نیم سرور ها آی پی شون اینجا داره بهتون میده. نیم سرورامون هست 192.168.0.70. توجه کنید روی هاست کالم ما داریم 2501b.lamel.com. فلگش حالا هست temp. چرا؟ چون DNS استفاده شده که این نیم رزولوشن انجام بده. بعدیش هست سویچ 1900 که به صورت پرم یا پرمننت به صورت دستی ما مانیولی این رو کانفیگر کرده بودیم اگه یادتون باشه. IP ادرس های دیوایس ها رو هم اینجا تو این ستون براتون لیست کرده. طبیعتاً FQDN رو اینجا براتون نشون میده. چرا؟ چون اسم دومین رو شما براش کانفیگ کردید روی lamel.com. خب ما انتری رو اینجا براتون تشریح کردیم. بهتون دوباره میگیم که temp مختص به این بود که طبیعتاً DNS براتون ست کرده بود. اگه پرمننت باشه اون انتری ما استاتیک بوده به صورت مانیول که برای سویچ 1900 این کار اتفاق افتاده بود. توجه کنید که هاست نیم ما فول دومین نیم هست، در حقیقت اسم کامل هست. اگه شما استفاده نکرده بودید از IP domain name lamel.com از این کامند طبیعتاً
شما مجبور بودید وقتی پینگ رو عمل میکردید به جای تایپ کردن 2501b طبیعتا تایپ کنید 2501b.lamel.com. بس من اینو دوباره خط میکشم که مهم است، چون ما اسم دومین رو گفتیم دیگه نیازی نبود این کار رو بکنیم. برای همین پینگ وقتی 2501b روش ست میشد کانکتنیت میکرد اسم دومین رو به این دیوایس. ولی اگه این رو نزده بودید از طریق IP domain name lamel.com باید تایپ میکردید fully qualified domain name رو که بتونه شناسایی بکنه و باید تایپ میکردید ping 2501b.lamel.com. لسن 7.1 رو شروع میکنیم. راجع به استاندارد IP access لیست هست. فقط access لیستایی هستن که نگهداری میشن روی راوترها و میتونن استفاده بشن که اجازه بدن یا اجازه ندن دسترسی رو به راوتر یا از راوتر روی یک سری شرایطی که شما تعیین میکنید. فقط اینا میتونن یک فرمی از امنیت براتون ایجاد کنن با کنترل کردن نوع ترافیکی که میتونه عبور کنه از یک اینترفیس خاص راوتر با تحت نظر داشتن اون اینترفیس راوتر روی شرایطی که طبیعتاً شما تعیین میکنید. پس اگه ما اینجا یک راوتر داشته باشیم، طبیعتاً راوتر میتونه اینترفیس متعددی داشته باشه. اگه اینترفیس E0 یا E1 باشه، شما طبیعتاً میتونید اینجا برید یه ACL تعریف بکنید طبق یک سری شرایط که آیا پکت ها بتونن عبور کنن از اینباوند اینترفیس E0 راوتر 1 یا از اوتباوند اینترفیس E1 راوتر 1. همونجور که میبینید access control list اپلای میشه به اینترفیس راوتر، یا در نقطه ورودی ما به اون میگیم اینباوند یا در نقطه خروجی که ما به اون میگیم اوتباوند. پس access list استفاده میشن برای کنترل کردن انتقال پکت ها روی اینترفیس خاص راوتر و حتی میتونن استفاده بشن که کنترل کنن دسترسی رو از طریق تلنت رو اون راوتر. access list تعیین میشن یا از طریق اسم یک شماره و قبل از iOS ورژن 11.2 سیسکو access list فقط میتونستن تعیین بشن از طریق یک شماره. خب ما دو نوع access list داریم، standard IP access list و extended IP access list. standard IP access list از عدد 1 تا 99 هست و extended IP access list از عدد 100 تا 199. iOS ورژن 12 سیسکو و بعد از اون اضافه کرد یک سری شماره هم به standard IP access list و هم به extended IP access list. اونها عبارتند از شماره های 1300 تا 1999 برای standard IP access list و شماره 2000 تا 2699 برای extended IP access list ها. پس access control list یک لیستی از در حقیقت یک سری جملات یا استیتمنت های هست که شما به صورت سیکونشال، مفهوم این است که به ترتیب تعریف میکنید که اجازه بدن یا اجازه ندن طبق یک سری شرایط که IP پکت چک بشه روی اون شرایطی که شما ست کردید که آیا اون IP پکت از راوتر اون اینترفیس اینباوند یا اوتباوند عبور بکنه یا نکنه. پس همونجور که تو این دایاگرام میبینید access control list یک سری استیتمنت هست، استیتمنت 1 2 3 غیره تا استیتمنت n که روی یک سری شرایط که اجازه بده یا نده روی کاندیشن هایی که شما تعیین میکنید اینجا برای هر استیتمنت در حقیقت این رو ست میکنه که اون پکت عبور کنه از راوتر یا نه. طبیعتا آخر هر access control list یه استیتمنت deny all هست که اگه هر کدوم از این شرط ها اعمال شد و شرایط مچ نشد طبیعتاً دینای میکنه اون اطلاعات آخر. حالا من یک سری اینجا ما مثال داریم که براتون بیشتر رو باز و تشریح خواهیم کرد. پس iOS سیسکو چجوری کار میکنه؟ طبیعتاً چک میکنه IP پکت ها رو در مقایسه و مقابله با هر access list که شما اونجا دارید و دونه دونه اون استیتمنت های access list رو چک میکنه. اولین مچ تعیین میکنه که آیا اون پکت قابل قبول هست یا نیست. ما میگیم اون پکت قابل اجازه هست، پرمیت هست یا دینای هست یا ریجکت میکنه. وقتی اولین مچ پیدا بشه iOS سیسکو دیگه چک نمیکنه استیتمنت های دیگی رو که داخل اون access list وجود داره. برای همین ترتیب اون access list برای شما خیلی مهم خواهد بود.
چیزی که باید در نظر بگیرید اگه هیچ مچی پیدا نشه روی استیتمنت هایی که داخل اون اکسس کنترل لیست هست، همیشه یک ایمپلیسیت دینای آخر اون اکسس کنترل لیست وجود داره. این نوشته نمیشه ولی در حقیقت وجود داره که اتفاقی که اینجا میفته اگه اون مچ ها طبیعتاً جوابگو نبود، یه دینای آل آخر هر اکسس کنترل لیست هست که بتونه اطلاعات رو دینای بکنه. خب استاندارد آی پی اکسس لیست استفاده میشن طبیعتاً یا استفاده میکنن از آی پی ادرس فرستنده، ما میگیم سورس آی پی ادرس، برای اون شرایط مچشون، و اکستندد آی پی اکسس لیست استفاده میکنن نه فقط از آدرس فرستنده سورس آی پی ادرس، بلکه از آدرس گیرنده که دستینیشن آی پی ادرس هست برای یک سری شرایط مچ، و طبیعتاً میتونن یک سری اطلاعات اضافه هم که مختص به نوع پروتکل هست اینجا داشته باشن. خب ما چجوری به وجود میاریم این اکسس کنترل لیست رو؟ من دو تا سینتکس رو اینجا بهتون نشون میدم روی گلوبال کانفیگوریشن مود که میتونید از هر کدومش استفاده کنید. کامند سینتکس شماره 1 رو اگه توجه کنید ما اینجا تایپ میکنیم access list number deny permit source wildcard log. مفهوم این است که این سینتکس تعریف میکنه یه استاندارد آی پی اکسس لیستی که استفاده میکنه از آدرس فرستنده و یک وایلد کارد ماسک. بریم ببینیم دونه دونه این پارامترها چی هست، اینا رو تشریح بکنیم. خب من اول کامند سینتکس 2 رو براتون تشریح میکنم و بعد دونه دونه آیتم های پارامترها رو میریم داخلش تشریح میکنیم. پس access list deny permit any log این تعریف میکنه دوباره استاندارد آی پی اکسس لیست با استفاده از سورس و سورس ماسک 4 تا 0 و 4 تا 255. مفهوم این هست که این هر در حقیقت هستی میتونه باشه. خب وایلد کارد چی هست؟ وایلد کارد ماسک در حقیقت معکوسه سابنت ماسک هست. اگه 0 شما توی آکتت دارید مفهوم این است که مچ کن، اگه 255 داشته باشید مفهوم این است که دونت کر هست، هیچ اهمیتی برای مچ نمیده. بریم یه سری مثال بزنیم که این برامون بهتر جا بیفته. مثال شماره 1 از شما میخوان که یه آی پی اکسس لیستی بسازید که اجازه میده هر آی پی پکتی که داره از سابنت 172.16.10 با 3255 صفر به عنوان سابنت ماسک میاد، شما این اجازه رو بدید فقط که عبور کنه. اکسس لیست رو به این شکل تعریف میکنیم اکسس لیست 1 پرمیت 172.16.10 توجه کنید وقتی ما 3 تا 0 رو زدیم هر کدوم از اینا مچ میشه رو آکتت خودشون. مفهوم این است که هر نتورکی که 3 تا آکتت اولی 172.16.10 هست و آکتت آخرش 255، مفهوم این است که هر عددی میتونه باشه که مفهوم این است هر هستی از رو این سابنت این اجازه رو داشته باشه. ما چون فقط داریم مچ رو روی آدرس فرستنده ست میکنیم از استاندارد آی پی اکسس لیست استفاده کردیم و عدد 1 رو اینجا ازش استفاده کردیم. پس نتیجه مثال 1 این است که هر آی پی پکتی که داره از نتورک 172.16.10x میاد مچ میکنه رو اون اکسس لیست و اجازه عبور داره. هر پکتی که داره از هر نتورک دیگه به غیر از 172.16.10x داره میاد اون دینای میشه. چرا؟ چون ما گفتیم آخر هر اکسس لیست این ایمپلیسیت دینای آل همیشه وجود داره. مثال شماره 2 ما میخوایم یه آی پی اکسس لیستی بسازیم که اجازه میده فقط پکتایی که از یه هست خاص روی آدرس 172.16.10.177 با سابنت ماسک که اینجا میبینید ست شده میاد اون رو فقط اجازه بده. راه حل این هست که شما تایپ میکنید access list 1 permit 172.16.10.177 4 تا 0. چرا ما این کارو میکنیم؟ چون مختص به آی پی ادرس است. وقتی میگید 0 روی این وایلد کارد ماسک مفهوم این است که دونه دونه این آکتت ها باید مچ شه و طبیعتا دیگه به جای نتورک الان هست ادرس رو طبیعتا داره براتون اینجا نشون میده. مثال 2 رو ما اینجا ادامه میدیم. اگه ما این وایلد کارد ماسک رو مختص با آی پی ادرس هست برای سورس ادرس نمیذاشتیم، یادتون باشه 4 تا 0 فرض گرفته میشد روی ماسک. اینجوریه که طبیعتا اکسس کنترل لیست ها کار میکنن. پس توجه کنید هر دو اکسس لیست یکی هست. ما اینجا تایپ میکنیم اکسس لیست 1 پرمیت 172.16.10.177 این عینه‌اونی که ما تایپ کردیم اکسس لیست 1 پرمیت 172.16.10.177 با 4 تا صفری که مختص به وایلد کارد ماسک بود که ما تشریح کردیم. بس شما چه این 4 تا صفر رو بذارید چه نذارید مفهوم این است که این 4 تا صفر رو گذاشتید.
خب وایلد کارت ماسک طبیعتاً گفتیم استفاده میشه که مچ کنه یه رنجی از آدرس ها و اکسس لیست استفاده میکنن از وایلد کارت ماسک این کار انجام بدن. یه وایلد کارت ماسک یادتون باشه یک سابنت ماسک نیست و مثل یه آی پی ادرس یه وایلد کارت ماسک طبیعتاً 32 بیت داره. وقتی 0 داخل اون بیت پوزیشن وایلد کارت ماسک هست مفهوم این است که اون رو مچ کن، وقتی 1 هست مفهوم این است که ایگنور کن و مچ نکن. بعضی وقتا به وایلد کارت ماسک میگن ماسک معکوس یا اینورتد ماسک. پس بریم نگاه کنیم به یک سری مثالای دیگه. فرض بگیرید این سورس ماست تو این ستون وایلد کارت ماسک و تشریح. اگه سورس ما 4 تا 0 باشه مفهوم این است که هر آدرسی میتونه باشه، برای همین وایلد کارت ماسک ما میتونه 4 تا 255 باشه، مفهوم این است که مچ رو هر آدرس. اگه سورس ما باشه 172 16 1 1 طبیعتاً وایلد کارت ماسک دوباره میشه 4 تا 0. چرا؟ چون فقط داریم مچ میکنیم رو آی پی ادرس 172 16 1 1. اگه سورس ما باشه 172 16 1 0 توجه کنید که وایلد کارت ماسک رو ست کردیم به 3 تا 0 255. مفهوم این است که مچ کن فقط رو پکیتایی که توی نتورک 172 16 1 0 /24 هستن که رنجی از هست‌ها رو ما اینجا براتون لیست کردیم. اگه سورس ما باشه 172 16 2 0 وایلد کارت ماسک ما باشه 2 0 1 255. من اینو بیشتر براتون تشریح کردم. مفهوم این است که مچ کن فقط رو پکیتایی که طبیعتاً داخل نتورک 172 16 2 0 /23 هستن با رنج 172 16 2 0 تا 3 255. من تو اسلایدهای بعد این رو بیشتر براتون باز میکنم که بهتر جا بیفته. اگه سورس هست 172 16 2 0 و وایلد کارت ماسک 2 0 255 مفهوم این است که مچ کن فقط رو پکیتایی که در رنج نتورک 172 16 2 0 /16 هستن که میتونه شامل این رنج باشه 172 16 2 0 تا 172 16 255 255. خب مثال 3 فرض بگیرید نتورک آیدی ما هست 399.0/25. سوال این است که ما میخوایم تعیین کنیم وایلد کارت ماسک رو. خب راهش چی هست؟ اولا ما سابنت ماسک رو اینجا مینویسیم. توجه کنید /25 به این شکل تبدیل میشه به 3 تا 255 در حقیقت 128. به راحتی کاری که ما میکنیم فرمول به این شکل است: وایلد کارت ماسک مساویه با 4 تا 255 منهای سابنت ماسک. طبیعتاً وایلد کارت ماسک ما اینجا میشه 30127. مثال 4 سابنتی داریم که 172 16 2 0 هست /23. ما میخوایم تعیین کنیم وایلد کارت ماسک رو. چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ چون میخوایم یه اکسس کنترل لیست رو بسازیم و اکسس کنترل لیست از سابنت ماسک استفاده نمیکنن، از وایلد کارت ماسک استفاده میکنن. پس ما باید وایلد کارت ماسکش رو به دست بیاریم. بدین شکل هست. یادتون باشه سابنت ماسک اینجا از /23 به این شکل شما این رو مینویسید میشه 255 255 254 0. وایلد کارت ماسک میشه همیشه 4 تا 255 منهای سابنت ماسک. وایلد کارت ماسک پس اینجا میشه ما این دو تا رو از هم کم بکنیم 2 0 1 255. لاگ کیورد تو اون کانتکستی که من تو اون سینتکس 1 و 2 صحبت کردم چی بود؟ لاگ کیورد روی آخر هر کامند اجازه میده که iOS سیسکو در حقیقت یک سری پیام‌های مختص به لاگین در مورد پکیتایی که اجازه داده شدن عبور کنن یا دینای شدن از طریق استاندارد اکسس کنترل لیستتون بهتون نشون میده. اولین پکیتی که مچ میکنه اکسس لیست رو در حقیقت این هست که یک سری پیام‌ها روی کانسول بهتون در جا نشون میده و پکیت‌های بعد جمع آوری میشن روی اینتروالایی که 5 دقیقه هست قبل از اینکه اونها طبیعتاً نشون داده بشن یا لاگ بشن. خب ما چجوری تغییر میدیم اکسس کنترل لیست رو؟ بعد از اینکه اکسس لیست به وجود میاد هر خطی داخل اون اکسس لیست رو شما میتونید طبیعتاً کاری که بعد انجام بدید میتونید بهش اضافه کنید یا ازش بردارید. کاری که بعد اینجا انجام بدید هر خطی که اضافه میشه به اکسس لیست میره آخر اون اکسس لیست و اکسس لیست کامند لاین ها نمیتونن دونه دونه ریموو بشن و برداشته بشن به صورت سلکتیوی که شما میخواید انتخاب بکنید. اگه تغییر بدید یه خط اکسس لیست رو کل اون اکسس لیست رو بعد ریموو بکنید و دوباره اون رو چیکار بکنید؟ ریکانفیگر بکنید. پس ما استفاده میکنیم از No Access List Command که کلا ریموو بکنیم یه اکسس کنترل لیست رو. بعد استفاده میکنیم از ادیتوری که به وجود بیاریم و تغییر بدیم تمام اون استیتمنت های داخل اکسس کنترل لیست و پیست میکنیم اون ACLی که آپدیت شده از ادیتور مستقیم توی راوترمون.
خب یادتون باشه IP access list میتونن شناسایی بشن در حقیقت از طریق استرینگ یا اسم به جای یک شماره. همونجور extended IP access list هم به همین شکل میتونن بشن. شما میتونید اون رو به عنوان S ست بکنید و این ستاپ اجازه میده یوزر که کانفیگر کنه بیشتر از 99 تا استاندارد IP access list استانداردی که وجود داشت و 100 تا extended IP access list که وجود داشت، مگر اینکه iOS اون راوتر آپگرید شده باشه که بتونه اون expanded range رو هم ساپورت بکنه. خب یادتون باشه ما محدودیتی روی اسم یا تعداد اسم گفتیم نمیتونیم داشته باشیم. تنها محدودیتی که داریم روی مقدار مموری حافظه‌ای که در دسترس اون راوتر که بتونه این اسما رو پوشش بده. وقتی کانفیگر میکنید یه IP named access list، یادتون باشه access list که تعیین میشن از طریق S در حقیقت کامپتیبل نیستن با ریلیز iOS 32 که قدیمی تر از ورژن 11/2 بود. یه استاندارد access list و یه extended access list نمیتونن همون اسم رو طبیعتاً داشته باشن چون کانفلیکت میتونه بین این اسما رخ بده. پس استاندارد نیم IP access list به این شکل است که شما این مراحل رو باید طی کنید که یه دونش رو به وجود بیارید. به چه شکلی؟ خیلی راحت. میرید اینجا روی مرحله 1 تایپ میکنید IP access list standard name که تعریف میکنه یه استاندارد IP access list و از طریق یک اسم. مرحله 2 میتونید بهش بگید deny source wildcard any log یا permit source wildcard any log. داخل access list configuration mode تعیین میکنید یکی از بیشتر شرایطی که اجازه بده یا نده که تعیین کنه آیا اون پکت عبور کنه یا دراپ بشه. طبیعتاً در آخر exit هست که از configuration mode access list میاد بیرون. خب بریم بازم مثال بزنیم. مثال 5 شرایط ما این هست که ما میخوایم اجازه بدیم هر پکتی که قراره از سابنت 172 16.10.0 با سابنت ماسک که 3255.0 میاد اون رو اجازه بدیم، طبیعتاً بقیه رو ندیم. چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ خیلی راحت. توی سولوشن تایپ میکنید IP access list استاندارد تست پرمیت 172.16.10.0 255. توجه کنید 3 وایلد کارت ماسکی که مچ میشه به 3 آفست اول سابنت 172.16.10 و تست اسمیه که ما داریم به اون استاندارد IP access list میدیم. خب ما میتونیم یک سری کامنت یا ریمارک برای اکسس کنترل لیستمون بذاریم. چرا؟ چون به مرور زمان این استیتمنت ها وقتی ریمارک یا کامنت داشته باشن یه مقدار یوزر فرندلی ترن و ما میتونیم اونا رو به راحتی شناسایی کنیم. ورژن 12.02t iOS سیسکو حالا میتونه یک سری کامنت یا ریمارک در مورد استیتمنت های IP access لیستتون داشته باشه. این ریمارک ها در حقیقت گفتیم access لیست رو راحت تر میکنن برای مدیر شبکه بتونه مفهومش رو بفهمه. ریمارک محدود به 100 تا کاراکتر و بیشتر از 100 تا کاراکتر نمیتونه باشه. پس به این شکل و ما اینجا یه ACL داریم، این بدون ریمارک یا کامنت هست و این با کامنت هست. توجه کنید که تفاوت رو بدون کامنت ما داریم access list 1 پرمیت 171.69.2.88. خب ما میتونیم این رو بدونیم که داره اجازه میده access list 1 ترافیک رو از سورس ادرس 171.69.2.88. ولی اگه ما اینو بنویسیم با کامنت چه اتفاقی میفته؟ توجه کنید اینجا زدیم access list 1 remark permit only traffic from Tom Jones's workstation through. مفهوم این است که تو ریمارک ما داریم میگیم اجازه داریم ترافیک فقط از ورکستیشن آقای تام جونز در حقیقت بیاد. اگه اون ترافیک از این کامپیوتر اوریجینیت یا اینیشییت یا آغاز شده اون اجازه رو بده. به صورت ما جمله‌ای که بتونیم تشریح کنیم اون access list رو توی ریمارک می‌نویسیم. به جای اینکه فقط بنویسیم access list 1 پرمیت 171.69.2.88. خب برای اینکه شما یک کامنت در مورد انتری روی نامبر IP access list بنویسید، طبیعتاً کامند رو میتونید قبل از یا بعد از هر access لیستی اینجا ست بکنید. توجه کنید توی configuration مود راوتر ما داریم access list number remark. پس در حقیقت این میتونه در حقیقت دلیلی که شما این access list رو ساختید که حالا میخواد پرمیت بکنه یا دینای بکنه اون استیتمنت رو روی ریمارک تشریح بکنه. بریم نگاه کنیم به مثال بعدی. ما این numbered access control list داریم که یک سری شرایط داره. ما میگیم اطلاعاتی که روی ورکستیشن آقای جونز هست اجازه بده، ولی اطلاعاتی که مختص به ورکستیشن آقای اسمیت هست اجازه اکسس نداره. چجوری ما اینو مینویسیم؟ توجه کنید.
access list 1 remark permit only Jones workstation through access list 1 permit 171.69.288 توی استیتمنت بعد access list 1 remark do not allow Smith workstation through و access list 1 میگه deny 171.69.13. پس هر کدوم از اینا مختص به استیتمنت های خودشون، یعنی به انگلیسی تشریح کرده که کار این access control list چی هست که کارتون رو ساده تر بکنه. خب کمندی هست اینجا به اسم IP access group که استفاده میشه اپلای کنه access list رو به اینترفیس راوتر. شما میتونید اپلای کنید یه access control list رو گفتیم به outbound اینترفیس راوتر یا inbound اینترفیس راوتر، همونجور که اینجا توی دیاگرام میبینید این outbound اینترفیس راوتر هست و این inbound از این ور هست، ورودی outbound از این ور هست. معمولا به inbound میگن ingress و به outbound اینجا میگن outbound اینترفیس راوتر. خب مثال 6 نتورک ما هست 137.77.2.0 یک کلاس B نتورک هست که مستقیما متصل به اینترفیس ایترنت 0 راوتر. نتورک فقط سابنت شده از طریق چندین سابنت با استفاده از سابنت ماسک 100.255.0 و شرایط ما به این شکل هست که ما میخوایم فیلتر کنیم پکیت هایی که دارن از سابنت 137.77.13.0 میان به استثنای کامپیوتر 137.77.13.7 که اجازه داشته باشن عبور کنن از این راوتر. ما میخوایم تمام پکیت هایی که دارن از این نتورک میان، نتورک بعدی هست 137.77.2.0 اجازه داشته باشن از طریق این راوتر عبور کنن. راه حل چی هست؟ ما میخوایم پروسه رو اینجا براتون تشریح کنیم. کاری که ما اینجا بعد انجام بدیم، یک بریم یه دونه access control list روی شرایطمون بسازیم و استفاده کنیم از IP access group command که اپلای کنیم ACL رو به اینترفیس خاص اون راوتر به صورت inbound یا outbound. خب ما 3 تا access control list برای این مثال میخوایم. توجه کنید access list 7 permit host 137.77.13.7 ما میخوایم اجازه بدیم طبق شرایط. access list 7 deny 137.77.13.0 برای وارد کارد ماسک که ما داریم دینای میکنیم هر پکت رو از نتورک 137.77.13.0. access list بعدی ادامه میدیم. access list 7 permit اجازه میده 137.77.2.0 رو با 2.0.255 از پکت هایی که از این نتورک میان اجازه دارن، از این نتورک اجازه ندارن، از این هاست اجازه دارن. آخر طبیعتاً هر access control list یه implicit deny هست. تکرار میکنیم. پکتی که از این هاست میاد اجازه داره، پکتایی که از این نتورک میان اجازه ندارن، دراپ میشن، دینای میشن. پکتایی که از این نتورک میان اجازه دارن و به غیر از همه اینا پکتای دیگه یا بقیه پکتا هر چیز دیگه به غیر از اینا باشه اونا هم دینای میشن. ما اپلای میکنیم ACL رو به اینباوند اینترفیس این راوتر به این شکل. اینترفیس ایترنت 0 IP address 137.77.10 که مختص به IP address ایترنت 0 این راوتر هست با سابنت ماسک 100.255.0 و توجه کنید IP access group 7 و این مخفف اینباوند اون راوتر هست. وقتی 7 رو شما میزنید کلا هر 3 تا استیتمنت های access list 7 رو اپلای میکنه به اینباوند اینترفیس راوتری که IP addressش هست 137.77.10.1. خب مثال بعد ریدو میخوایم بکنیم، در حقیقت مثال قبل رو دوباره میخوایم انجام بدیم، این دفعه با استاندارد نیم access control list ها. پس توجه کنید ما اینجا تایپ میکنیم IP access list standard keep out بهش اسم داریم میدیم، این اسم اون IP access list هست. بگیم permit host deny این network permit 137.77.2.0 میریم روی اینترفیس E0 با این IP address و میگیم IP access group keep out inbound و توجه کنید به جای شماره 7 ما از اسم استفاده کردیم، اسم access control list رو گذاشتیم keep out که اینجا داخل IP access group command هم داریم ازش استفاده میکنیم. خب outbound در مقایسه با inbound، outbound مفهوم این است که access control list چک میشه بعد از اینکه راوتر تصمیمات مختص مسیردهیشو گرفته و طبیعتاً افیشنسی این بالاتره، چرا؟ چون راوتر میتونه از کشی که داخلش وجود داره
استفاده کنه برای اون مسیرها. اینباوند مفهوم این است که اکسس کنترل لیست چک میشه قبل از اینکه راوتر بتونه تصمیمای مختص به مسیریابیش در مورد پکت انجام بده. طبیعتا بستگی به شرایطتون داره که آیا میخواید از اینباوند استفاده کنید یا از اوتباوند. خب ما چجوری میتونیم کنترل کنیم دسترسی رو به سشن‌های تلنتمون؟ طبیعتا از اکسس کنترل لیست هم میتونیم استفاده کنیم. پس ما میتونیم استفاده کنیم از استاندارد آی پی اکسس لیست که کنترل کنیم دسترسی رو به خطای وی تی آی. برای اینکه این کار انجام بدیم یک سری مراحل هست. یه دونه استاندارد آی پی اکسس لیست میتونیم به وجود بیاریم که اجازه میده فقط هست‌های یا کامپیوتری که شما میخواید این توانایی رو داشته باشن که تلنت کنن داخل اون راوتر، و دو اپلای میکنید اکسس لیست رو به خطای وی تی آی که مختص به اون راوتر هست از طریق کمندی به اسم access class. پس مثال میزنیم. مثالی هست که اجازه میده فقط هست 172.16.10 تلنت کنه داخل راوترتون. پس روی راوترهای توی کانفیگوریشن مود من تایپ میکنم access list 50 permit 172.16.10 و حالا تعجب کنید تایپ میکنیم line VTI 04. بعد دوباره داخل لاین کانفیگوریشن مود باید تایپ کنیم access class 50 inbound. خب اگه ما نگاه کنیم به تشریح، طبیعتا داریم میگیم که اگه از این آی پی ادرس تلنت سشن برقرار شد رو هر کدوم از سشن ها، چرا چون 5 تا سشن هست، سشن صرف 1 2 3 4، طبیعتا اون رو قبول بکن، چون فقط شرایطی که شما دارید ست میکنید روی تلنت سشناتون اجازه است فقط از طریق این هست و از طریق access class کامند ما این رو میتونیم اپلای کنیم روی اینباوند اینترفیس راوتر A. پس برای اینکه در حقیقت یک implicit denied آخر هر access control list هست، فقط access list در حقیقت استاپ میکنه، مانع میشه از هست‌های دیگه که تلنت کنن به غیر از هستی که شما تعیین کرده بودید و پرمیت رو بهشون داده بودید 172.16.10 طبیعتا. و این هیچ مفهومی نداره که چه آی پی ادرسی روی راوتر استفاده میشه. طبیعتا شبکه جوری طراحی شده که تلنت شما میتونه از طریق سشن هایی که برقرار هست دسترسی به اون راوتر پیدا کنه. مثال بعد، مثال 9، یه راوتر 3 تا لن کانکشن داره و یک ون کانکشن به اینترنت. لن کانکشن های ما عبارتند از اینترفیس E0, E1, E2. E0 مختص بخش فروش هست، E1 مختص بخش امور مالی یا فایننس و E2 مختص بخش مارکتینگ هست. توجه کنید که هر کدوم از اینا روی سابنت هستن. سیلز بخش 172.16.40 هست، فایننس روی 172.16.30 هست، مارکتینگ ما و بازاریابی ما توی سابنت 172.16.20. طبیعتا همه اینا اسلش 24 هست سابنت ماسکشون. کانکشن ون ما روی سریال 00 سینکرونس پورت راوترمون هست به اینترنت. شرایط ما این هست به این شکل. توجه کنید یوزرایی که روی بخش لن سیلز هستن نباید دسترسی پیدا کنن به کلا بخش لن امور مالی یا فایننس لن. یوزرایی که تو بخش سیلز لن هستن دوباره باید این توانی رو داشته باشن که دسترسی پیدا کنن به اینترنت، و یوزرایی که تو بخش سیلز لن هستن باید این توانی رو داشته باشن که دسترسی پیدا کنن به لن بخش بازاریابی یا مارکتینگ. خود یوزرایی که توی لن مارکتینگ هستن طبیعتا باید دسترسی داشته باشن به لن امور مالی برای یک سری سرویس های مختص به اپلیکیشن های خاص. راه حل چی هست؟ راه حل این است که ما باید یه دونه IP access list روی راوتر A کانفیگر کنیم که تمام این شرایط رو در بر میگیره. اگه توجه کنید دایاگرام ما به این شکل هست. این بخش سیلز، این بخش فایننس، این بخش مارکتینگ هست و طبیعتا میبینید که اینا اینترفیس های راوتر ما هستن. E0, E1, E2 این سریال 00 مختص به اینترنت هست. اینم سابنت هایی هستن که هر بخش سابنت روشون واقع شده برای بخش سیلز، فایننس و مارکتینگ. خب پس ما چی کار میخوایم اینجا بکنیم؟ هر ترافیکی که آغاز میشه یا اوریجینیت میکنه از لن 172.16.40 یک، پس نباید اجازه داده بشه که عبور داده بشه روی لن سیلز یا بخش فروش. هر ترافیکی که اوریجینیت بشه از 172.16.40 دو، باید اجازه داده بشه و عبور داده بشه بخش لن مارکتینگ. و در آخر هر ترافیک که آغاز بشه یا اوریجینیت کنه از لن 172.16.40 باید اجازه داده بشه و
فورورد بشه به اینترنت. پس این شرایط ما هست که یه مقدار داریم این رو باز میکنیم براتون. توجه کنید به اکسس کنترل لیستی که ما میخوایم اینجا بسازیم. اسم راوترمون رو عوض کردیم، مثلا گذاشتیم اکمی. تایپ میکنیم توی privilege mode config t، میریم داخل global configuration mode، تایپ میکنیم access list 10 deny 172.16.40 با این وایلد کارد ماسک 30255. ادامه میدیم میگیم access list 10 permit any اینترفیس E1 رو انتخاب میکنیم روی راوتر. توی interface configuration مود ما تایپ میکنیم IP access group 10 outbound. خب بریم اینو یه مقدار تشریح بکنیم. چیزی که باید اینجا انجام بدیم به صورت کامل مانع از ترافیکی میشه که در حقیقت اوریجینیت کنه از سر 72.16.40 که روی اینترنت یک خروجی پیدا بکنه. اگر این در حقیقت هیچ تأثیری روی هستایی که روی سلز لین هستن که دارن دسترسی پیدا میکنن به مارکتینگ لین و اینترنت نمیذاره. چرا؟ چون ترافیک رو اون مقصدها طبیعتا از طریق اینترفیس E1 عبور نمیکنه. پس اگه توجه بکنید میبینید برای همین ما این رو روی outbound E1 گذاشتیم. خب پس اگه توجه کنیم به این جدول، ما میریم این جدول رو میسازیم. توجه کنید که این جدول بخش فرستنده یا سورس رو روی این ستون لیست میکنه. این بخش مقصد هست، این روی راوتر اینترفیس اینباوند، روی راوتر اینترفیس آوتباوند. میبینید که 4 تا کامبینیشن برای این مثال بیشتر نیست. برای همین ما پیشنهاد میکنیم همیشه به همین شکل شما یه جدول درست بکنید. پس این جدول به ما چی میگه؟ میگه اگه در حقیقت ترافیک سورسش یا منبعش از لن بخش فروشه، چه مقصدایی رو باید بره؟ اینترنت، مارکتینگ و فایننس رو میتونه بره. و اگه استفاده کنه از راوتر اینترفیس اینباوند، اینا میتونه باشه E0 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 و برای آوتباوندشون برای این مقصدا میشه S00 E2 و E1. همین کار رو ما در مورد مارکتینگ و فایننس کردیم که شما توجه کنید مقصداشون رو لیست کردیم و از چه اینترفیس های اینباوند عبور میکنه و چه اینترفیس های آوتباوند هست. به همین شکل برای فایننس. پس شما باید این جدول رو به نظر من همیشه بکشید و ببینید منبع کجاست، مقصدتون کجاست، اینترفیس های اینباوند و آوتباوند کجاست که به راحتی بعد بدونید بعد از اینکه اکسس کنترل لیستتون رو نوشتید آیا به کدوم اینترفیس یک اپلای بشه رو اون راوتر و آیا اون بعد اینباوند باشه یا آوتباوند. خب بعد از اینکه ما اکسس لیست رو ساختیم و اپلای کردیم به اینترفیس، طبیعتاً باید وریفایشون بکنیم. مهم هست که شما این توانایی رو داشته باشید که وریفای کنید کانفیگوریشن اکسس لیست رو اون راوتر که ببینید آیا صحیح داره کار میکنه طبق شرایط شما یا نه. خب کمندی که ما میتونیم اینجا استفاده کنیم عبارتن از این 4 تا کمند اصلی که من براتون لیست کردم: show access list، show IP access list، show IP interface و show running config. بریم ببینیم اینا چی هست. show access list این کمند نشون میده تمام اکسس لیستا و پارامترهایی که کانفیگر شده روی راوتر، ولی در حقیقت بهتون نشون نمیده کدوم اینترفیس در حقیقت اکسس لیست روش ست شده. show IP interface طبیعتاً بهتون نشون میده کدوم اینترفیس ها اکسس لیست ها روش ست شده و show running config نشون میده اکسس لیست ها رو و اینترفیس هایی که اکسس لیست ها روشون ست شده. خب لسن 7.2 راجع به Extended IP Access List هست. همونش که قبلا گفتیم Extended IP Access List استفاده می شدن طبیعتا یک سری شرایط رو برای ما تعیین کنن. اولین چیزی که بعد اینا بشه شناسایی بشن. شناسایی Extended IP Access List رو رنج ارقام 100 تا 199 و برای iOS ورژن 12 و بعد از اون سیسکو Expanded ورژن رو معرفی کرد که بین 2000 و 2699 هست.
extended IP access list ها فقط اجازه میدن که شما تعیین کنید شرایط رو روی آدرس فرستنده و گیرنده به علاوه نوع پروتکل و پورت نامبر. اینا اختیاری هست و شما میتونید ازشون استفاده کنید. این راه به صورت مؤثر میتونه اجازه بده یوزرها رو دسترسی مثلا به یک فیزیکال لن خاص داشته باشن یا مانع از این بشه که دسترسی پیدا کنن مثلا به یک سری هست‌های خاص، حتی به یک سری سرویس‌های خاص که داره رو اون کامپیوترها اجرا میشه روی پورت‌های متفاوت اون کامپیوترها. مثالی که ما اینجا میتونیم بزنیم به عنوان مثلا ما میخوایم اجازه ندیم دسترسی رو به FTP سرویسی که داره میزبانی میشه از طریق سرور 10 به یک سری از کامپیوترها، ولی اجازه بدیم دسترسی رو به سرویس HTTP که داره میزبانی میشه رو همون سرور که سرور 10 هست و اجازه بدیم دسترسی رو به سرویس تلنت که داره میزبانی میشه روی همون سرور که سرور 10 هست. پس ما کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم برای اینکه بهتر باز کنیم براتون Extended IP Access List رو مثال یک استپ بای استپ یا مرحله به مرحله ما میخوایم کامند رو با پارامترش براتون تشریح کنیم که قشنگ این براتون جا بیفته. توجه کنید ما کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم میریم روی فقط راوتر A داخل configuration mode تایپ میکنیم access list question mark. اگه شما توجه کنید وقتی ما تایپ میکنیم access list question mark میبینید که IP standard access list روی 1 تا 99 هست، extended access list 100 تا 199 هست و طبیعتا IP standard access list که expanded range هست از 1300 تا 1999 هست و اگه توجه کنید IP extended list که این هم extended range extended list هست از 2000 تا 2699 براتون اینجا لیست شده. خب ما ادامه میدیم میگیم access list 110. وقتی میگیم 110 این مفهوم این است که ما از extended access list داریم استفاده میکنیم. دوباره question mark رو میزنیم. آپشن هایی که اینجا داریم deny هست، dynamic و permit هست. ادامه میدیم میگیم access list 110 deny یعنی اجازه نده. چی رو اجازه نده؟ question mark میزنیم. طبیعتا اینجا آپشن ما روی پروتکل نامبرهای IP هست، پروتکل‌های راوتینگ، پروتکل‌های EIGRP، GRE تانلینگ، ICMP، IGMP، IGRP، IP و غیره. توجه کنید که حتی TCP و UDP هم اینجا هستن. و چیزی که اینجا باید شما درک بکنید این هست که ما میتونیم فیلتر بکنیم اینجا اطلاعات رو روی اپلیکیشن لیر پروتکل. اگه شما میخواید فیلتر کنید از طریق یک اپلیکیشن لیر پروتکل شما باید انتخاب کنید ترانسپورت پروتکل صحیح رو که در لایه 4 هست برای اون اپلیکیشن لیر پروتکل. به عنوان مثال برای اینکه فیلتر کنید تلنت رو یا FTP رو شما انتخاب میکنید TCP رو، در اینکه هم تلنت و هم FTP هر دوشون از TCP استفاده میکنن روی ترانسپورت لیر. خب شما طبیعتا بعد اینجا انتخاب کنید برای فیلتر کردن اپلیکیشن لیر پروتکلی که استفاده میکنه از TCP با انتخاب کردن TCP به عنوان اون پروتکل و طبیعتا بعد از اون حتی میتونید تعیین کنید پورت خاص اون TCP رو که بعدا اون رو بعد بهش بگیم. آیتم بعد این هست که شما پرامپت میشید برای IP ادرس فرستنده یا سورس IP ادرس هست یا شبکتون و شما میتونید انتخاب کنید از کمندی به اسم any که اجازه بده هر سورس ادرسی رو یا از هر هست یا هر نتورکی رو طبیعتا با این کیورد any. اگه توجه کنید اینجا ما داریم access list 110 deny TCP انتخاب شده. حالا question mark گفتیم آیتم بعد سورس ادرس بود که یه دونه سورس هست هست این هست یا هر سورس هستی این any هست یا سورس ادرسی که شما میخواید اینجا تعیین بکنید. پس ادامه میدیم. بعد از اینکه سورس ادرس انتخاب شد دستینیشن ادرس رو ازتون میخواد. پس توجه کنید که اینجا من این رو یه مقدار رنگ رو عوض میکنم. دوباره access list 110 deny کن TCP از هر سورسی طبق چه شرایطی. طبعا آیتم بعد گفتیم شرط بعد دستینیشن ادرس هست که میتونید IP بهش برید یا any یعنی هر دستینیشن IP ادرسی یا equal مفهوم هست که match کن پکت رو روی پورت نامبر خاص یا greater than match کن فقط پکت رو با یه پورت نامبری که بیشتر از میگه greater than هست از پورتی که شما میگید یا host که یه دونه دستینیشن host هست less than کمتر از یه پورت نامبر. NEQ مفرد این است که match پکت ها هست روی
هیچ پورتی که شما اینجا ندادید. ببینید میگه که not on a given port number و رنج که شما طبیعتا میتونید رنجی از اون پورت نامبر رو اینجا بهش بگید. خب اینجا ادامه میدیم توی مثال. حالا ما هر سورس آی پی که دستینیشن آی پی ادرس 172.16.32 رو هست ما دینای کردیم. پس توجه کنید، تکرار میکنیم access list 110 دینای کن TCP از هر هستی طبیعتا که دستینیشن آی پی ادرسش هست 172.16.32. توجه کنید ما دونه دونه داریم میریم جلو که extended IP access list رو با پارامترهای متفاوتش براتون تشریح کنیم. میبینید که این میتونه خیلی قدرتمند، پاورفول و یه کامپلکس و پیچیده بشه. خب آیتم بعد من کوئسچن مارک رو اینجا زدم. کوئسچن مارک چه آپشنایی رو به من میده؟ آپشنایی که اینجا ما میتونیم داشته باشیم. توجه کنید هست equal مچ کن فقط پکت رو یه پورت نامبر خاص، established مچ کن کانکشن هایی که به وجود اومده استابلیش شده، fragment چک کن فراگمنت ها رو greater than مچ کن پکت هایی که پورتشون بیشتر هست یا بزرگتر هست، لاگ کن مچ ها رو در مقابله با این انتری، لاگ اینپوت مچ کن در مقابل این انتری که شامل اینپوت اینترفیس میتونه باشه، LTLS مچ کن فقط پکت هایی که پورت نامبرشون پایین تره، not equal مچ کن فقط پکت هایی که پورت نامبر خاصی ندارن، precedence یا ارجحیت مچ کن پکت ها رو با یک ارجحیت ولیو خاص، رنج مچ کن فقط پکت ها رنج پورت نامبرهای خاص، TOS مچ کن پکت ها رو با یک type of service value. این type of service value مهم هست چون ما تو کلاس CCNP راوتینگ ما بیشتر اینو میتونیم براتون تشریح بکنیم. وقتی ما از راوت مپ، راجع به راوت مپ صحبت میکنیم تو اون کلاس و تبادل ارتباطی رابطه اکسس کنترل لیستا با راوت مپ روی نوع سرویس و غیره. خب پس شما اینجا انتر رو میتونید بزنید و اکسس لیستتون تکمیل هست، ولی اگه این کار رو بکنید تمام ترافیک TCP به هست 172.16.32 در حقیقت دینای میشه و اصلا بستگی نداره که دستینیشن پورت چه پورتی باشه. شما همه پورت ها رو دارید دینای میکنید، شما میتونید یه مقدار بیشتر اینجا جزئیات بیشتر رو تعیین کنید. به عنوان مثال وقتی شما دارید هست ادرستون رو اینجا فقط میتونید تعیین کنید نوع سرویسی که میخواهید دینای بکنید. برای همین ما تو این هلپ اسکرین داریم آپشن ها رو بهتون توی هلپ اسکرین بعد نشون میدیم و به راحتی شما میتونید نوع اون پورت رو انتخاب بکنید و استفاده کنید از اپلیکیشن یا اسم پروتکل به این شکل. پس اینجا داریم access list 110 deny TCP any host این IP address جوری که مساویه با، حالا equal با چی؟ شما اینجا توجه کنید که پورت نامبرها رو میتونید بهش بدید، نه پروتکل رو با اسم انتخاب کنید که توی پارانتز دقیقاً شناسایی کرده اون رو. ببینید بسیاری از این پروتکل هستن، ما تمرکز میذاریم روی یکیش که مقدار براتون آشنایی بیشتری داره، مثل FTP برای فایل ترانسفر پروتکل پورت 21 و طبیعتاً پورت نامبرهای دیگه مثل POP2 POP3 SMTP برای میل روی پورت 10910 و 25. اگه ترافیک تلنت باشه تلنت رو پورت 23 TCP کار میکنه. طبیعتاً اگه ترافیک World Wide Web باشه روی HTTP TCP پورت 80 کار میکنه. خب در این مقطع ما میخوایم بلاک بکنیم تلنت رو که پورت 23 هست به هست 172.16.32 و فقط اون کار رو میخوایم انجام بدیم. اگه یوزر یا یوزرها میخوان FTP کنن این مسئله مهمی نیست، ما این اجازه رو میدیم. لاگ کامند اینجا استفاده میشه که لاگ کنه پیام ها رو هر دفعه اکسس لیستتون اجرا میشه یا ما میگیم اکسس لیست هیت میشه. بدین شکل توی کانفیگوریشن مود ما تایپ کردیم access list 110 deny TCP any host با IP address 172.16.32 که مساویه با پورت 23 و لاگ کن. بریم اینو توجیه کنیم ببینیم طبیعتا این چی داره به ما میگه. ما داره میگه به وجود بیار یه access لیستی که 110 هست، طبیعتا یه extended IP access list هست که در حقیقت بلاک میکنه یا مانع میشه یا دینای میکنه ترافیکی که مختص به TCP پورت 23 هست. این نوع ترافیک مختص به تلنت هست. از هر IP ادرسی، از هر سورس IP ادرسی طبیعتاً به هست دستینیشن یا آدرس مقصد 172.16.32 و لاگ کن. نتیجه رو هر دفعه که این اکسس کنترل لیست در حقیقت هیت میشه و اجرا میشه. یادتون باشه همیشه یه implicit deny وجود داره، اینو باید در ذهنتون بسپارید که طبیعتاً خط بعدی implicit denied هست با دیفالت. اگه شما اپلای کنید این اکسس لیست رو به اینترفیس راوتر، چیزی که دارید اینجا انجام میدید شات داون میکنید اینترفیس رو. چرا؟
چون بای دیفالت implicit deny آخر هر اکسس لیست وجود داره و بعد از دینایی که شما کردید دوباره دارید میگید دینای کن بقیه رو. به این شکل پس ما کاری که بعد اینجا انجام بدیم وقتی دینایامون رو داریم که طبیعتا منفی هست این جمله ها، بعد جمله مثبت هم آخرش بذاریم که طبیعتا میگیم یک سری ترافیک رو اجازه نده ولی بقیه رو اجازه بده. مفهوم این است. ما تایپ میکنیم اکسس لیست حالا همون 110 permit IP any مفهوم این است اجازه بده بقیه ترافیک مختص به پروتکل IP از هر سورس IP ادرسی، یعنی از هر IP ادرس فرستنده به هر دستینیشن IP ادرسی، یعنی آدرس مقصد، اون اجازه داده بشه. یعنی مفهوم این است که یادتون باشه 4 تا 0 4 تا 255 همون هست که کیورد any داره به ما میده. من برمیگردم اینجا که شما طبیعتا اول any رو این بالا ببینید سورس دستینیشن و طبیعتا ما اینو میتونستیم به این شکل هم بنویسیم access list 110 permit IP 4 تا 0 4 تا 255 دوباره 4 تا 0 4 تا 255 که اجازه میده تمام ترافیک IP یا بقیه ترافیک IP از هر IP ادرس که فرستنده است به هر IP ادرس گیرنده اونها رو اجازه عبور بده. خب ما وقتی اپلای میخوایم بکنیم IP access list رو به چه شکلی میخوایم رو اپلای بکنیم؟ وقتی که access list به وجود میاد شما نیاز دارید طبیعتا گفتیم اون رو اپلای بکنید به اینترفیس راوتر و به این شکل این کار رو میتونید انجام بدین. شبیه همون IP standard access list هست. به این شکل میرید تایپ میکنید داخل interface configuration mode، طبیعتا اینترفیس اون راوتر رو انتخاب کردید. بعد داخل interface configuration mode تایپ میکنید IP access group 110 همونجور که میبینید و بعد تصمیم بگیرید آیا این inbound هست برای ورودی یا outbound برای خروجی.